کودتای 28 مرداد 1332 نوشته مارک جیم گازیورسکی، ترجمه سرهنگ غلامرضا نجاتی، تاریخ انتشار بهار 1368، راوی نوای آزادی، امور فنی و انتشار قاسم قرداغی، تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com از بخش علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، اوت 1987. مقدمه. با گذشت 35 سال از کودتای 28 مرداد 1332 19 اوت 1953 و پخش مقالات و کتاب‌های بیشماری که درباره آن انتشار یافته است، معهازا بحث پیرامون این حادثه تاریخی و پیامدهای آن از سوی پژوهشگران غربی همچنان ادامه دارد. هر یک از این منابع ماجرا را از زاویه و دیدگاه خاص خود و در جهت روشن ساختن زوایای پنهان آن و مایه قوت و ضعف عملکرد سیاسی دولت‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و نیز درک خطاها و یا اشتباهات سیاستگران و در نهایت به منظور ارائه خط مشی سیاسی آینده آمریکا و متحدین غربی آن در قبال دولت ایران و دیگر کشورهای جهان سوم بررسی می‌کنند. انگیزه ما از ترجمه و نقل گزارشی که به دنبال خواهد آمد، روشنگری بیشتر بر بسیاری از نکات مبهم این واقعه به منظور درک علل و اسبابی است که موجب گردید کودتا موفق شود و ارتجاع و استبداد بار دیگر به کشورمان مسلط گردد. شناخت علل آسیب پذیری دولت مصدق که چنان پایگاه نیرومند مردمی داشت در برابر مخالفان، بررسی مایه‌های قوت و ضعف رهبری نهضت ملی ایران، تعارض میان دلبستگی به آرمان‌های دموکراتیک و اعمال قدرت در حاکمیت و نیز نقش روحانیت در نهضت ملی و بررسی آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کودتا اهم مسائل مورد بحث ما را تشکیل می‌دهد. دستگاه رهبری جبهه ملی. جبهه ملی که به دنبال اعتراض دکتر مصدق به نحوه انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی تشکیل شد، یک حزب سیاسی نبود، بلکه ترکیبی بود از رهبران چند حزب و دستجات مذهبی و چند تن از مدیران روزنامه‌ها با افکار و عقاید گوناگون که پس از عدم موفقیت در تحسن دربار به اجتماع خود ادامه دادند و روز 19 آبان 1328 موجودیت جبهه ملی را به رهبری دکتر مصدق اعلام کردند. نگاه کنید به ترکیب جبهه ملی در بدو تشکیل، صفحات 83 تا 84 کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد. افراد جبهه که بیشتر آنها در دولت مصدق و یا در فراکسیون نهضت ملی در مجلس عضویت داشتند، تربیت شده دوران حرکت ملی نبودند. شخصیت سیاسی و سوابق اداری اغلب آنان روشن نبود. برخی قبل از پیوستن به دکتر مصدق از اجزای هیئت حاکمه گذشته بودند و جز سالهای بعد از شهریور 1320 سابقه مبارزاتی نداشتند. سوابق سیاسی چند تن از آنها نامطلوب بود و دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعیشان نیز هماهنگی نداشت، به نحوی که اغلب مواضع ضد و نقیض اتخاذ می‌کردند و هنگام تصمیم گیری بر سر مسائل مهم مملکتی به مشاجره و حتی زد و خورد می‌پرداختند. نگاه کنید به یادداشت‌های دکتر سید حسین فاطمی در مخفیگاه، همان کتاب، صفحات 567 تا 575. بیشتر آنان از حیث درک و تحلیل مسائل سیاسی ضعیف بودند و در برخورد با مسائل پیچیده مملکتی یا خارجی دچار ساده اندیشی می شدند. برخی از آنان که فرصت طلب هم بودند در نیمه راه از صحنه خارج شدند و فریب دربار را خوردند.
چند تنی نیز به خدمت سازمان‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا درآمدند و در برابر نهضت مردم ایران موضع گرفتند. برخی عمق و وسعت حرکت مردمی و رسالت تاریخی خود را درک ننمودند و حتی هویت تاریخی پیدا نکردند و تنها معدودی از آنان تا پایان در سنگر مبارزه باقی ماندند. سازماندهی در نهضت ملی. دستگاه رهبری نهضت ملی سازماندهی متناسب با آرمانها و اهداف خود نداشت. جبهه ملی هرگز به صورت یک سازمان سیاسی محل بحث و تجزیه و تحلیل مسائل مملکتی در نیامد. چندی پس از تشکیل دولت ملی مصدق از جبهه ملی فقط اسم و شهرتی باقی ماند، هرچند وجود احزاب ملی مانند حزب ایران، حزب زحمتکشان نیروی سوم تا حدودی این کمبود را جبران می‌کرد، اما هرگز جبهه به صورت یک سازمان متشکل و متناسب با رسالت تاریخی خود در نیامد. به همین دلیل در مواقع بحرانی، به خصوص در روزهای 25 تا 28 مرداد، قادر به بسیج حتی آمادگی هوشیارانه مردم در مقابله با حریف جسور و هوشیار و با طرح و برنامه نشد. نقش روحانیت در نهضت ملی. در ساختار اجتماعی ایران، روحانیت تشیع جایگاه ویژه‌ای دارد. در این ساختار، مناسبات روحانیت با توده مردم در ارتباط با مصالح جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. این مناسبات طی قرن گذشته از جهت مثبت و منفی یکی از عوامل اساسی در مبارزات ملی و مقاومت‌های مردمی بوده است. در جریان مبارزه ملت ایران برای ملی کردن نفت و طرد استعمار بریتانیا، مراجع و علمای دینی و روحانیون به 3 گروه تقسیم شده بودند. گروهی که اکثریت بزرگی را تشکیل میداد نسبت به مسائل سیاسی بی‌تفاوت بودند. گروه دوم که از لحاظ تعداد کمتر از گروه اول بودند ولی قدرت چشمگیری داشت، علمای درباری بودند که ارکان استبداد و حاکمیت محسوب می شدند و برخی با بیگانگان ارتباط داشتند. گروه سوم آنهایی بودند که تقوا و تعهد دینی داشتند. اینان یا به جبهه ملی پیوستند و یا از آن حمایت کردند. برخی از مراجع تراز اول این گروه ملی شدن صنعت نفت را تأیید کردند و تعداد قابل توجهی از روحانیون تهران و شهرستانها به جنبش پیوستند و حتی چند تن از آنان پس از کودتای 28 مرداد به طور جدی در کنار مردم به مقاومت و مبارزه علیه رژیم کودتا ادامه دادند. از جمله این روحانیون باید این افراد را نام برد: حاج سید ضیاءالدین صدر حاج سید جوادی، حاج سید رضا زنجانی، جلالی موسوی، حاج سید محمود طالقانی، حاج سید محمد علی انگجی، حاج سید ابراهیم میلانی، حاج سید مرتضی شبستری و حاج سید علی قمی و فرزندان وی. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی یکی از چهره‌های سرشناس روحانیت بود که از همان آغاز از جنبش ملی حمایت کرد و نقش مؤثری در مبارزه برای ملی شدن نفت ایفا کرد، ولی همکاری او با جبهه ملی و دولت مصدق دیری نپایید. جدایی کاشانی از نهضت و جانبداری از دربار، همچنین مخالفت چند تن دیگر از روحانیون با دولت در شکست نهضت ملی تأثیر زیادی داشت و تبریک مرجع تقلید شیعیان به مناسبت پیروزی کودتای 28 مرداد و بازگشت شاه عامل مؤثری در تثبیت رژیم کودتا بود. با توجه به نکات بالا درباره نقایص و ضعف تشکیلاتی، سازماندهی و ترکیب دستگاه رهبری نهضت ملی، اینک به بررسی روش دکتر مصدق در برخورد با توطئه‌های مخالفین، بلخص عدم قاطعیت وی در مقابله با کودتا، به منظور درک این نکته می‌پردازیم که چرا دولت مصدق آنقدر آسیب پذیر بود و چرا مخالفان به آن آسانی و با موفقیت توانستند برای دولت دشواری فراهم کنند و مصدق را در تنگنا قرار دهند. اگر بگوییم ناتوانی دولتی که چنان پایگاه مردمی داشت ناشی از دلبستگی مصدق به آرمانهای دموکراتیک و مشروطه خواهی بود،
این سوال پیش می آید که چگونه سیاستگران واقع‌بین ملی می توانند هم به ارزش‌های دموکراسی وفادار بمانند و هم در اداره مملکت با قاطعیت عمل کنند. در اینجا مسئله دیگری مطرح می شود و آن نیز تشخیص و تمیز حد و مرز قاطعیت در حاکمیت و درک این نکته است که آیا حکومت کردن با قاطعیت بر حقوق و آزادی‌های مردمی و اجتماعی جامعه آسیب نخواهد رساند و به خودکامگی منتهی نخواهد شد؟ بررسی و تحلیل این موضوع سؤال دیگری را پیش می آورد که آیا تحقق آرمان‌های مصدق و یاران او در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین مملکتی امکان داشت یا می بایست راه دیگری را انتخاب کرد؟ دکتر مصدق در جبهه داخلی با دشمنان کارکشته و فراوانی روبرو بود. وی در مبارزه با بریتانیا و ایادی او در دربار، مجلس و ارتش با مخالفانی سر و کار داشت که در خدمت دشمن بودند و دانسته به میهن خود خیانت می‌کردند. مصدق در این پیکار بی‌امان تنها به پشتوانه حمایت مردم متکی بود، ولی در کشوری که مسیر حرکت مردمی را به آسانی میتوان تغییر داد و افراد به سهولت در جهت خیانت به کشور کشانده میشوند، تنها به امید حمایت و یاری مردم نمیتوان پایگاه استواری فراهم ساخت. در اینجا باید درباره مفهوم خیانت توضیحی داد. خیانت در بافت اخلاقی یک جامعه میتواند مطرح شود. باید پاره ای از باورها و ارزش‌های اخلاقی در یک جامعه قبول عام داشته باشند تا مفاهیمی مانند خیانت معنا پیدا کند. در جامعه‌ای که وزیر آن به نفع دشمن جاسوسی می‌کند، نماینده مجلس به خدمت اینتلیجنت سرویس در می‌آید و افسر فرمانده مأمور دفاع از خاک کشور به دشمن وعده یاری می‌دهد، از خیانت سخن گفتن مشکل است. اینک اثرات و پیامدهای کودتای 28 مرداد را که به صورت دو هدف عمده دراز مدت و کوتاه مدت استعمارگران انگلیسی و آمریکایی بوده است، جمع بندی می کنیم. هدفهای کوتاه مدت عبارت بودند از: 1. براندازی حکومت ملی دکتر مصدق. 2. بازگردانیدن شاه و استقرار استبداد سلطنتی. 3. اعاده سلطه ایالات متحده و بریتانیا به ایران. 4. بازگردانیدن جریان نفت به غرب. با پیروزی کودتای 28 مرداد، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به اهداف کوتاه مدت چهارگانه خود دست یافتند و با براندازی حکومت دکتر مصدق و بازگردانیدن محمد رضا شاه، سلطه خود را در ایران تحکیم کردند. طی 25 سال پس از کودتا، مصرف کنندگان غربی بیش از 24 بیلیون بشکه نفت ایران را به بهای بسیار نازلی بردند. میانگین پولی که بین سالهای 1954 تا 1960 بابت هر بشکه به ایران پرداخت شد، $1.85 و بین سالهای 1960 تا 1971 $1.80 بود. نگاه کنید به همان کتاب، صفحات 246 و 364. هدفهای درازمدت استعمارگران عبارت بود از سرکوب کردن جنبش ملی مردم ایران و ریشه‌کن کردن آن در تمامی ابعاد و یا لااقل مخدوش ساختن آن، ولی این هدف در همه زمینه‌ها به شکست انجامید. هرچند مبارزه ملت ایران شکست خورد، اما کودتا نتوانست درک و آگاهی ملی مردم و آثار تاریخی آن را مخدوش کند. از نظر حقوقی نیز با همه کوشش‌ها و زدوبندها نتوانستند اصل ملی شدن را نفی نمایند. جنبش ملی ایران فراتر از یک حرکت سیاسی به صورت یک تحول فرهنگی درآمد و عملاً بر اندیشه‌های سیاسی انحرافی مهر باطل زد. به ملت ایران اعتماد به نفس داد، هویت انسانی، ایرانی و اسلامی او را تقویت کرد. جنبش‌های دیگری را در جهت ملی کردن نفت در جهان سوم و دیگر کشورهای نفتخیز سبب شد. همچنان که جمال عبدالناصر در سال 1956 کانال سوئز را ملی کرد. مداخله آمریکا در کودتای 28 مرداد به چهره سیاسی ایالات متحده
لطمه شدیدی وارد ساخت تا جایی که ویلیام دوگلاس قاضی والا مقام آمریکایی مداخله آمریکا را در امور ایران تقبیح کرد و نوشت: هنگامی مصدق، این مرد دموکرات منش که من به دوستی با او افتخار می کنم، اصلاحات اساسی خود را در ایران آغاز کرد، ما به هراس افتادیم و برای براندازی او با انگلیسی ها متحد شدیم و در این کار موفق گشتیم، ولی از آن پس دیگر نام ما در خاورمیانه با احترام یاد نشد. دیوید پینتر، مورخ برجسته آمریکایی نیز نوشت: بهای مداخله در ایران برای ما بسیار گران تمام شد. لزوم همراهی با شرکت‌های نفت آمریکایی ایالات متحده را درگیر مداخله در ماجرای ایران کرد و پیامد آن تخطی از اصول عدم مداخله در امور دیگر کشورها بود. ویلیام او داگلاس، The U.S. and Revolution, page 10. Painter, Oil and the American Century, page 198. مطالبی را که در زیر می‌خوانید نتیجه تحقیقی است که به وسیله مارک گازیورسکی در بخش علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا پیرامون کودتای 28 مرداد صورت گرفته است و در مجله بین‌المللی مطالعات خاورمیانه در شماره 19 سال 1987 درج شده است. قبل از مطالعه این گزارش مستند، یادآوری چند نکته را ضروری می‌دانیم. 1. بخش عمده اسناد و مدارکی که در این گزارش آمده است قبلاً در کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد مورد استفاده قرار گرفته است. از انتشارات شرکت سهامی انتشار، تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ‌های 1، 2، 3 سال 1364 الی 1366. 2. اسناد جدیدی که در هیچ یک از روایات مربوط به کودتای 28 مرداد انتشار نیافته و برای اولین بار در این گزارش آمده است عبارتند از: نقش احمد آرامش در همکاری با سازمان MI6، نقش سازمان اطلاعاتی و جاسوسی بدامن وابسته به سیا، فعالیت‌های پنهانی چند تن از روحانیون درباری برای تضعیف دولت، عملیات گروهی از نمایندگان مجلس شورای ملی به رهبری جمال امامی و ابوالحسن حائری زاده در جهت براندازی دولت مصدق، نقش مظفر بقایی و سرلشکر زاهدی در قتل سرتیپ محمود افشار توس. 3. در این گزارش به عملیات سازمان جاسوسی بریتانیا در جهت براندازی دولت مصدق و روی کار آمدن سید ضیاءالدین طباطبایی و احمد قوام السلطنه و سرلشکر فضل الله زاهدی به طور مشروع اشاره شده است. 4. برای سهولت کار پژوهشگران دانشگاهی و دیگر علاقمندان، منابع و مآخذ اسناد و مدارکی که در این گزارش به آنها استناد گردیده به طور کامل نقل شده است. غلامرضا نجاتی، مارک جیم گازیورسکی، کودتای 28 مرداد 1332. مقدمه: اکنون که به گذشته می‌نگریم در میابیم کودتای 19 اوت 1953 28 مرداد 1332 در ایران که با حمایت ایالات متحده آمریکا صورت گرفت در مقام یکی از وقایع مهم تاریخ جهان پس از جنگ جهانی دوم درآمده است. این کودتا حکومت دکتر مصدق آخرین رژیم دموکرات منش و مردمی را که در ایران به وجود آمده بود برانداخت و رژیم دیکتاتوری جایگزین آن همه فعالیت‌های سیاسی جامعه را سرکوب کرد. تنش حاصل از این نظام سهم بسزایی در تکوین انقلاب 1357 ایران داشت. اگر مصدق سرنگون نشده بود، شاید انقلابی هم رخ نمیداد.
کودتای 28 مرداد نخستین تجربه ایالات متحده در زمینه فعالیت‌های محرمانه در دوران صلح برای براندازی یک دولت خارجی نیز به شمار می‌رود و می‌توان آن را سرآغاز یک سلسله اقدامات دیگر نظیر کودتای 1954 گواتمالا و سرنگونی دولت سالوادور آلنده در 1973 در شیلی دانست. افزون بر این، ایالات متحده را در صف اول آماج حملات انقلاب ایران قرار داد. با آنکه کودتای 28 مرداد یکی از رویدادهای مهم تاریخ به شمار می رود، معاذا چگونگی این ماجرا هنوز به نحو کاملی روایت نشده است. مشهورترین روایت کودتا یعنی نوشته کرمیت روزولت، مأمور عالی رتبه سیا که رهبری عملیات کودتا را به عهده داشت، اشتباهات و لغزش‌های بسیاری در بر دارد. در این بررسی و تحقیق سعی شده است با استفاده از اسناد دیپلماتیکی که اخیراً انتشار یافته است و گفتگوهایی که با دستاندرکاران عمده انگلیسی و آمریکایی انجام گرفته، نقش ایالات متحده و بریتانیا در کودتا روشن می شود. این بررسی از گفته‌های روزولت و دیگر روایاتی که تاکنون انتشار یافته کامل‌تر است. علاوه بر این، با همه دستاندرکاران عمده انگلیسی آمریکایی که در این ماجرا دخالت داشته‌اند و زنده‌اند و متمایل به گفتگو بوده‌اند، مصاحبه به عمل آمده است. افزون بر این، همه اسناد سیاسی و پرونده‌های مربوط به مداخلات ایالات متحده و بریتانیا که در دسترس بوده‌اند مورد استفاده واقع شده است و بدین سان به احتمال زیاد نتایج این بررسی برای مدت زمانی کاملترین روایت از چگونگی دخالت ایالات متحده و بریتانیا در کودتای 28 مرداد خواهد ماند. در بررسی حاضر 3 پرسش عمده مد نظر بوده است. 1. چرا ایالات متحده درگیر این کودتا شد؟ 2. بریتانیا و دستاندرکاران مختلف ایرانی در این ماجرا چه نقشی ایفا کردند؟ 3. نقش ایالات متحده آمریکا در براندازی دولت دکتر مصدق تا چه حد اهمیت داشت؟ با آنکه پاسخ به هیچ یک از این پرسش‌ها نمی‌تواند قطعی باشد، ولی ارائه اسناد و مطالب در این بررسی تا حدودی مطالب مورد بحث را روشن‌تر خواهد ساخت. کودتای 28 مرداد 1332 نوشته مارک جیم گازیورسکی، راوی نوای آزادی، تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com بحران نفت ایران و انگلیس و سیاست بریتانیا در قبال ایران. روز 9 اردیبهشت 1330 29 آوریل 1951 محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران در برابر امواج خروشان و فزاینده تمایلات مردم تسلیم شد و محمد مصدق را به نخست وزیری منصوب کرد. مصدق حقوقدان و مالک ثروتمندی بود که از سالهای اول قرن حاضر به صورت یک چهره سیاسی برجسته به شمار می رفت. وی در پی سالها خدمات گوناگون ملی به عنوان یک لیبرال دموکرات منش و ناسیونالیست سرسخت شهرت یافته بود. دکتر مصدق در سالهای آخر دهه 1940 با 2 مسئله مورد توجه مردم، هم رأی و هم صدا بود. خواست انتقال قدرت سیاسی از دربار به پارلمان، مجلس و نیز خواست افزایش نظارت روی صنعت نفت ایران که در کنترل شرکت بریتانیایی نفت انگلیس و ایران قرار داشت. در سالهای آخر دهه 1940 این 2 مسئله در صحنه سیاست ایران اهمیت روزافزونی کسب کرد. افزون بر این، در آن ایام این 2 موضوع به نحو فزاینده‌ای با یکدیگر وابسته و مربوط شده بودند. بدین معنا که انگلیسی‌ها به علت کنترل نامحدودی که روی نفت داشتند در ایران بسیار قدرتمند شده بودند و از این اقتدار و نفوذ خود از حمایت شاه هم سود می بردند.
مردم نیز به طور آشکار شاه را دست نشانده انگلیسی ها می پنداشتند، زیرا وی حاضر نشده بود برای مذاکره درباره امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران یا ملی شدن اقدامی به عمل آورد. پانویس صفحه 16. ستاره منظور اسنادی است که اخیراً از طبقه بندی سری خارج شده و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. با نگاه به پانویس صفحه 16 متوجه این مطلب خواهید شد. پایان پانویس. در سال 1949 هنگامی که خبر موافقتنامه جدیدی که به سود شرکت نفت انگلیس و ایران تنظیم شده بود انتشار یافت و شاه نیز در صدد مداخله و اعمال نفوذ در انتخابات مجلس 16 برآمد، دو مسئله مورد بحث تحت شعاع دیگر مسائل سیاسی قرار گرفت و مخالفین را خشمگین ساخت. تظاهرات گسترده ای صورت گرفت و سازمانی به نام جبهه ملی به منظور هماهنگ ساختن مقابله با شاه و انگلیس تشکیل شد و طولی نکشید که مصدق به عنوان رهبر بلا منازع آن سازمان تثبیت گردید. جبهه ملی ائتلاف گسترده ای بود از گروه‌ها و احزاب سیاسی متشکل از طبقات متوسط و پایین و ترکیب اصلی آن عبارت بود از حزب ناسیونالیست و ترقیخواه ایران به رهبری الله یار صالح و کریم سنجابی که بیشتر اعضای آن روشنفکران چپگرای ضد شوروی بودند و نیز حزب زحمتکشان به رهبری مظفر بقایی و خلیل ملکی که اعضای آن را کارگران و روشنفکران چپ تشکیل میداد. همچنین جمعیت مجاهدین اسلام به رهبری آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که اعضای آن اکثر بازاریان، کارگران و روحانیون عادی بودند. حزب پان ایرانیسم یک سازمان ملیگرای افراطی با افرادی که اغلب از بزن بهادرهای اقشار پایین بود با جبهه ملی پیوستگی داشت ولی به طور رسمی عضو آن نبود. جبهه ملی تعداد زیادی از افراد منفرد به خصوص قشرهای طبقات متوسط را جذب کرده بود که وابستگی چندانی با جبهه نداشتند. مهمترین سازمان‌های مخالف دولت که عضو جبهه ملی نبودند، حزب کمونیست توده و جمعیت فداییان اسلام بودند. در سال 1950 1329 جبهه ملی تظاهرات متعددی علیه شاه و انگلیس ترتیب داد و 7 تن از جمله مصدق را نامزد انتخابات دوره 16 مجلس کرد. نمایندگان جبهه پس از حضور در مجلس تلاش خود را برای کاهش دادن قدرت شاه و نیز از ژوئن 1950 خرداد 1329 برای ملی شدن صنعت نفت ادامه دادند. در ماه مارس 1950 اسفند 1329 مصدق لایحه ملی شدن صنعت نفت را تسلیم مجلس کرد. این لایحه به سرعت به تصویب رسید و اندک زمانی بعد مصدق لایحه ملی شدن نفت را جنبه قانونی بخشید. تصویب قانون ملی شدن نفت موجب درگیری مستقیم مصدق با دولت بریتانیا گردید. انگلیسی ها 50% از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را مالک بودند و نمیخواستند ملی شدن را به طور کامل بپذیرند. متعاقب ماه‌های بعد بریتانیا برای استیلای مجدد خیش بر نفت ایران طرح 3 استراتژی را در نظر گرفت تا بدان وسیله مصدق را وادار به پذیرش یک راه حل مطلوب کند و یا او را از کار برکنار سازد. بخش اول این استراتژی شامل یک سلسله مانورهای حقوقی بود. بدین روال که از دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه درخواست شد که درباره مناقشه نفت رسیدگی کند. بدین منظور هیئتی را با پیشنهاد شناسایی اصل ملی شدن مشروط بر فروش نفت توسط شرکت نفت انگلیس و ایران بر اساس تصنیف 50-50 عواید به تهران فرستاد، ولی مصدق این پیشنهاد را رد کرد. در ماه اوت مرداد 1330 هیئت دیگری به سرپرستی ریچارد استوکس به تهران آمد و مذاکرات را از سر گرفت.
چون پیشنهاد هیئت استوکس با پیشنهاد پیشین بریتانیا تفاوت چندانی نداشت، اندکی بعد از طرف مصدق رد شد. از آن پس انگلیسی‌ها از مذاکره مستقیم با مصدق امتناع کردند و به دیوان عالی دادگستری سازمان ملل و نیز میانجیگری ایالات متحده متوسل شدند. بخش دوم استراتژی بریتانیا در جهت تضعیف موقعیت دولت دکتر مصدق از راه محاصره اقتصادی ایران و مانورهای نظامی در منطقه بود. شرکت نفت انگلیس و ایران از ماه می به تدریج از میزان تولید نفت خود کاست و مانع از بارگیری نفتکش‌ها در آبادان شد. در اواخر ژوئیه 1951 این اقدامات با پیوستن شرکت‌های عمده نفتی به خودداری از بارگیری نفت ایران به یک تحریم کامل انجامید. در اواسط ماه می اواخر اردیبهشت یک تیپ چترباز انگلیسی به قبرس اعزام شد و رزمناو موریشس به آبادان گسیل گشت. این گونه اقدامات موجب گردید که مصدق اعلام کند که اولین شلیک گلوله سرآغاز جنگ جهانی سوم خواهد شد. با شکست مذاکرات استوکس، شرکت نفت انگلیس و ایران اعلام کرد هر کس نفت ایران را خریداری کند مورد تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. بریتانیا نیز از متحدین اروپایی خود خواست آن دسته از اتباعشان را که به ادامه کار در شرکت نفت نوبنیاد ملی شده تمایل دارند از این کار منصرف کنند. در اوایل سپتامبر اواسط شهریور بریتانیا صدور آهن، فولاد، شکر، وسایل و تجهیزات تصفیه نفت و کالاهایی را که با فروش آنها دلار تحصیل میشد به ایران ممنوع ساخت. شرکت نفت انگلیس و ایران 20,000 تن کارگر را در آبادان بیکار کرد و مصدق مجبور شد حقوق آنها را از خزانه دولت بپردازد. از تسعیر لیره های ایران به دیگر ارزهای خارجی نیز جلوگیری به عمل آمد. ناگفته نماند که این گونه محدودیت‌های اقتصادی ناقض تعهدات پیشین بین دولت‌های ایران و بریتانیا بود. در سپتامبر شهریور 1330 4 فروند ناوشکن انگلیسی به رزمناو موریشس پیوسته و در آبهای مجاور آبادان به تمرین تیراندازی توپخانه پرداختند. در همین اوان نیروهای زمینی و هوایی بریتانیا در منطقه تقویت شدند. سومین بخش استراتژی بریتانیا کوشش در جهت برکناری مصدق بود. این امر بایستی به طور عمده با توسل به اقدامات سیاسی محرمانه و به کمک شبکه‌ای مرکب از سیاستمداران، بازرگانان، افسران ارتش و علمای سرشناس انجام می گرفت. ترکیب اصلی این شبکه برادران رشیدیان بودند که از اوایل سال 1940 اوایل جنگ جهانی دوم عوامل عمده بریتانیا در ایران محسوب می شدند. گروهی از سیاستمداران معروف ایرانی هوادار انگلیس نیز بخش مهمی از این شبکه به شمار می رفتند. از جمله این افراد سید ضیاءالدین طباطبایی بود که انگلیسی‌ها سعی داشتند موجبات نخست وزیری او را فراهم سازند. جمال امامی نیز که رهبری فراکسیون طرفدار انگلستان را در مجلس به عهده داشت از زمره این سیاستمداران بود. انگلیسی‌ها حتی پیش از آن که مصدق زمام امور را به دست بگیرد شاه را برای نخست وزیری سید ضیاءالدین زیر فشار گذاشته بودند. شاه ظاهراً با این امر موافقت کرده بود و گویا در همان موقع که مجلس مصدق را برای نخست وزیری معرفی کرد با سید ضیاءالدین در این مورد مشغول گفتگو بود. در ژوئن 1951 وینستون چرچیل و آنتونی ایدن رهبران حزب محافظه‌کار که در قدرت نبودند به وزارت خارجه بریتانیا پیشنهاد کردند که انگلستان و آمریکا مشترکاً از شاه خواستار عزل مصدق گردند. این پیشنهاد به مفهوم اجرای یک کودتا بود. حتی پیش از این امر طرح‌هایی در زمینه اجرای یک سلسله عملیات محرمانه برای براندازی مصدق تحت عنوان هدف شماره 1 تهیه شده بود. شگفت آنکه در همین ایام چند تن از نمایندگان پارلمان انگلستان برای احمد قوام سیاستمدار کارکشته ایرانی و نخست وزیر اسبق در وزارت خارجه دست به فعالیت‌هایی زده بودند. وزارت خارجه در پاسخ این گروه گفته بود برنامه‌های دیگری در مرحله اجرا می باشد. ما پولمان را روی اسب دیگری شرط بندی کرده ایم. منظور از شرط بندی آنها روی اسب دیگر سید ضیاءالدین بود.
در طول تابستان 1951 یا 1330 شاه برای برکنار ساختن دکتر مصدق تحت فشار قرار گرفت. وی با اینکه نسبت به این امر نظر موافق داشت ولی همچنان فاقد قدرت تصمیم گیری بود. پس از شکست مذاکرات استوکس همه امکانات موجود برای برکناری مصدق به کار گرفته شد. استوکس اندکی پس از پایان مذاکرات خود با شاه ملاقات کرد و مصرانه خواستار عزل مصدق شد. معاون دائمی وزارت خارجه بریتانیا نیز خواهان یک تلاش غیر مستقیم و پشت صحنه برای برکناری مصدق شد و لزوم افزایش تهییج و تشویق مخالفان در مجلس شورای ملی را متذکر گردید. منظور از این کار تلاش‌های جمال امامی و فراکسیون هوادار او برای مختل ساختن مجلس بود. وزارت خارجه نیز به تدوین خط مشی و دستورالعمل‌های جدیدی به منظور نحوه برخورد و گفتگو با جانشین مصدق که به زعم آنها سید ضیا بود پرداخت. این خط مشی اعطای وام از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران و ترتیب یک سازش موقت که به تایید سید ضیا رسیده بود و همچنین بازگشت شرکت نفت ایران و انگلیس را با نام دیگری شامل می‌شد. وزیر سوخت و انرژی بریتانیا امیدوار بود که این گونه اقدامات می‌تواند بریتانیا را از پذیرش ملی شدن کامل نفت رهایی بخشد. در اوایل سپتامبر شهریور 1330 سر فرانسیس شفرد سفیر بریتانیا در تهران گزارش کرد که شاه با تغییر دولت موافق است و مخالفین در آستانه سرنگون ساختن مصدق قرار دارند. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام داشت که مذاکرات پیرامون نفت به حالت تعلیق درآمده و امیدی به حصول توافق با مصدق نیست. این بیانیه که برای تشویق گروه مخالف به رهبری سید ضیا طرح شده بود، مصدق را بران داشت که انگلیسی‌ها را به کوشش برای سرنگونی خود متهم کند. تداوم این گونه اقدامات دولت بریتانیا همراه با یک سلسله تحریم اقتصادی و فعالیت‌های نظامی موجب اعتراض شدید دولت ایالات متحده گردید. سیاستگران آمریکایی معتقد بودند که مصدق خواستار حصول یک توافق است و به انگلیسی‌ها توصیه کردند با او مذاکره کنند. ولی انگلیسی‌ها تصمیم گرفته بودند که مصدق را به نحو فزاینده‌ای زیر فشار بگذارند. پس از اخراج کارکنان انگلیسی از حوزه‌های نفتی در 20 سپتامبر آخر شهریور 1330 طرح‌هایی برای اشغال آبادان تدارک دیده شد. از جمله فرمانده نیروی دریایی ایران را در آبادان راضی کردند که مقاومت چندانی از خود نشان ندهد. آتلی، نخست وزیر بریتانیا، پرزیدنت ترومن را از طرح اشغال آبادان آگاه کرد، ولی ترومن پاسخ داد که ایالات متحده از تهاجم مزبور حمایت نخواهد کرد و بار دیگر مذاکره را توصیه نمود. از این رو آتلی مجبور شد به اعضای دولت خود بگوید که با توجه به موضع ایالات متحده توسل به زور برای نگه داشتن کارکنان انگلیسی در آبادان به مصلحت نمی باشد. مخالفت ایالات متحده موجب گردید که انگلیسی‌ها از کوشش برای براندازی دولت مصدق دست بکشند. در این موقع مسئله نفت در سازمان ملل مطرح شد و دکتر مصدق با استقبال گرم مقامات رسمی ایالات متحده و احساس همدردی و علاقمندی وسیع جوامع بین المللی روبرو گردید. بدینسان انگلیسی‌ها که در لغو قانون ملی شدن صنعت نفت و برکنار ساختن مصدق شکست خورده بودند و نامزد نخست وزیری آنها نیز به کلی اعتبارش را از دست داده بود، در جستجوی یافتن راه‌های دیگر برآمدند. طولی نکشید که راه مورد نظر خود را یافتند. احمد قوام که در اوایل سال 1951 دست رد بر سینه‌اش خورده بود، در اواخر سال 1951 و اوایل 1952 چند تن از فرستادگان خود را نزد انگلیسی‌ها روانه کرد. در مارس 1952 جولیان آمری، نماینده محافظه‌کار پارلمان بریتانیا که در امور خاورمیانه تجارب زیادی داشت، برای دیدار غیررسمی قوام به پاریس اعزام شد. سپس قوام به تهران بازگشت تا به تدارک صدارت خود مشغول گردد. صورتی از وزرای احتمالی کابینه وی برای تایید به انگلیسی‌ها تسلیم گردید.
حمایت بریتانیا به صورت مساعدت نمایندگان هواخواه انگلیس در مجلس و توافق دربار و برنامه پایان دادن به مسئله نفت نیز عنوان گردید. قوام به جورج میدلتون، کاردار سفارت بریتانیا در تهران، اظهار داشت که وی تجدید روابط سنتی دوستانه بین ایران و بریتانیا را تضمین خواهد کرد و خواستار آن است که انگلیسی‌ها به عنوان شریک در صنعت نفت به ایران بازگردند. قوام در اوایل ژوئن اواسط خرداد 1350 با لویی هندرسون، سفیر ایالات متحده در تهران نیز ملاقات کرد. به نظر هندرسون قوام احتمالاً میتوانست بهترین جانشین مصدق باشد، ولی مقامات وزارت خارجه آمریکا اشتیاق چندانی به این امر نشان ندادند. در این اوان انگلیسی‌ها از طریق رشیدیان‌ها تلاش‌های مخفی خود را برای ایجاد نفاق افکنی بین سران جبهه ملی آغاز کرده بودند. از ابتدای مارس 1951 هنگامی که مصدق به طور علنی از کوشش‌های کاشانی در جهت مداخله و اعمال نفوذ در انتخابات مجلس 17 به انتقاد برخاست، تنش‌هایی بروز کرد. در همین ایام میان مصدق و حسین مکی، یکی دیگر از چهره‌های برجسته جبهه ملی، اختلافاتی پدید آمد. رابین زنر، استاد دانشگاه آکسفورد که برای سازمان MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا در ایران کار می‌کرد، مدعی است که این اختلاف‌ها و تنش‌ها ساخته و پرداخته برادران رشیدیان بود. البته برآورد دقیق تلاش‌های بریتانیا در ایجاد این تنش‌ها میسر نیست، ولی می‌توان گفت که آنها نقش عمده‌ای در این عملیات ایفا کردند. مصدق که ظاهراً از این فعالیت‌ها آگاه بود، در تاریخ 16 ژوئیه 24 تیر ماه با واکنش ناگهانی و به دنبال مشاجره با شاه بر سر نظارت در امور ارتش از مقام خود کناره‌گیری کرد و شاه قوام را به نخست وزیری منصوب نمود. چنین به نظر می آید هنوز برنامه‌هایی که برای به قدرت رسیدن قوام در دست تهیه بود کامل نشده بود. با کناره‌گیری مصدق، جبهه ملی تظاهرات گسترده‌ای برای بازگشت وی سامان داد که به خشونت منجر شد و حداقل 69 تن کشته و 750 تن مجروح بر جای گذاشت. شاه با مداخله پلیس برای سرکوب کردن تظاهرات کنندگان موافقت نکرد و چون قوام از هیچ گونه حمایت مردمی برخوردار نبود، طرفداران مصدق خیابان‌های تهران و دیگر شهرستان‌ها را قبضه کردند. سرانجام روز 21 ژوئیه دکتر مصدق پیروزمندانه در مسند نخست وزیری ابقا شد. بروز این حوادث دگرگونی‌هایی به دنبال داشت. روحیه ارتش به خصوص پس از آنکه مصدق گروهی از افسران را پاکسازی کرد، به نحو بارزی تضعیف گردید و انگلیسی‌ها و هواخواهانشان سخت به وحشت افتادند. میدلتون گزارش کرد که دربار به نحو نگران کننده‌ای تضعیف شده است و چه بسا از این پس نتوان روند سیر کمونیسم را متوقف ساخت. کاردار سفارت بریتانیا واقعی 21 ژوئیه 30 تیر را نقطه عطفی در تاریخ ایران توصیف کرد و افزود در گذشته طبقه کوچک حاکمه نخست وزیر را تعیین می کرد. شاه نیز در مقام یک سرداور بود، اما اکنون دیگر خواست توده مردم عامل تعیین کننده است. واقعه 30 تیر و سقوط قوام برای جبهه ملی مسائل جدی به وجود آورد. حزب توده به نحو روزافزونی در مسیر قدرتمند شدن قرار گرفت و برای تحت کنترل درآوردن آن اقداماتی صورت گرفت. مصدق پیرامون انتخاب اعضای دولت خود و اختیارات فوق‌العاده‌ای که درخواست کرده بود، با کاشانی و چند تن از رهبران جبهه ملی اختلافات جدی پیدا کرد. در حزب پان ایرانیسم انشعاب شد و مهمتر از همه اینها گروهی از افسران ارتش به رهبری فضل الله زاهدی در توطئه علیه مصدق به صف رشیدیانها پیوستند. زاهدی ژنرال بازنشسته ارتش و عضو مجلس سنا ریاست کانون افسران بازنشسته ارتش را نیز به عهده داشت. وی در سال 1941 به اتهام شرکت در تهیه یک حرکت همه جانبه علیه نیروهای متفقین در ایران از سوی انگلیسی‌ها بازداشت شده بود. زاهدی در کابینه اول مصدق عضویت داشت و تا قیام ماه ژوئیه 30 تیر از هواداران جبهه ملی محسوب می‌شد.
چنین به نظر می آمد که تجدید فعالیت حزب توده و فروپاشی اقتدار نظامیان وی را به صف مخالفین سوق داد. زاهدی و رشیدیانها کمی بعد از 21 ژوئیه 30 تیر و بازگشت مصدق به قدرت، توطئه علیه نخست وزیر را آغاز کردند. یکی از فرستادگان کاشانی و چند تن از رهبران جبهه ملی از جمله مکی، بقایی و ابوالحسن حائری‌زاده نزد زاهدی رفتند و نارضایی خود را نسبت به مصدق اعلام داشتند. ظاهراً کاشانی حاضر شد از زاهدی حمایت کند و در عوض اختیاراتی در تعیین وزیران کابینه بعد از کودتا داشته باشد. از این پس کاشانی، مکی، بقایی و حائری‌زاده با قبول همکاری بی‌پایه‌ای با زاهدی علیه مصدق برخاستند و در زمره مخالفان سرسخت وی درآمدند. در همین اوان زاهدی با یکی از مقامات سفارت بریتانیا ملاقات کرد و مخالفت خود را با نفوذ روزافزون ایالات متحده در ایران ابراز داشت. این مقام سفارت با مخابره تلگرام خواستار اطلاع از نظریه لندن درباره مذاکره با زاهدی شد و افزود: من نمیخواهم رشیدیانها را به عنوان کسانی که مقدمات کودتا را فراهم می‌کنند تجهیز کنم و سپس مجبور شوم برنامه کودتا را لغو نمایم. زاهدی در طول ماه‌های اوت و سپتامبر به کوشش در جمع‌آوری حامیان پرداخت و به کسب پشتیبانی ابوالقاسم بختیاری، یکی از سران ایل بختیاری که هنگام جنگ جهانی دوم همراه او برای نازی‌ها کار می‌کرد، توفیق یافت. زاهدی با میدلتون، کاردار سفارت بریتانیا در تهران نیز ملاقات کرد و خواستار تضمین آن شد که انگلیسی‌ها با او مخالفت نکنند و موافقت آمریکا را در توطئه‌ای که تدارک می‌دید کسب نمایند و مسئله نفت را با شرایطی مشابه آنچه با قوام به توافق رسیدند حل و فصل کنند. میدلتون این پیام را به لندن گزارش کرد. از او خواسته شد به زاهدی وعده حمایت بدهد. در این راستا سازمان MI6 مقادیری اسلحه و مهمات در اختیار بختیاری ها گذاشت. سپس میدلتون با هندرسون ملاقات کرد. چون نظریه سفیر آمریکا در مورد زاهدی نامشخص بود، زاهدی یا یکی از دستیاران او در تاریخ 8 سپتامبر با هندرسون ملاقات کرد. هندرسون تلگرام شد که مصدق نمیتواند مانع پیشرفت کمونیسم در ایران شود، ولی حکومتی که بتواند چنین اقدامی را انجام دهد به زودی بر سر کار خواهد آمد. گمان می رود مصدق همانطور که از توطئه قوام آگاه شد، از طرح و برنامه زاهدی نیز اطلاع یافت و در صدد برآمد پیش از عملی شدن آن زاهدی را از سر راه بردارد. بدین منظور روز 13 اکتبر 21 مهر ماه حکم دستگیری او و سرلشکر عبدالحسین حجازی، یکی از یاران زاهدی را که در ماه اوت از فرماندهی دانشکده افسری معزول شده بود صادر کرد. ژنرال آریانا نیز به اتهام مشارکت در این توطئه از کار برکنار گردید، ولی زاهدی با داشتن مصونیت پارلمانی از قید دستگیری رهایی یافت. 3 روز بعد 15 اکتبر 23 مهر مصدق روابط دیپلماتیک ایران با بریتانیا را قطع کرد. بدینسان انگلیسی‌ها که دیگر پایگاه عملیاتی در ایران نداشتند ناچار شدند از طریق ایالات متحده امور خویش را دنبال کنند. سیاست ایالات متحده در قبال ایران در دوره ریاست جمهوری ترومن. طی سالهای دهه آخر 1940 ایران در مقایسه با کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، یونان و چین چندان مورد نگرانی خاطر سیاستگران ایالات متحده آمریکا نبود. حزب توده نیز در خلال سالهای 1945 1946 یا 1324 1325 و در جریان بحران آذربایجان به نحو جدی تضعیف شده بود و ایران از یک ثبات نسبی برخوردار بود. در آن دوران ایالات متحده هنوز منافع اقتصادی مشخص و قابل توجهی در ایران نداشت. در استراتژی نظامی آمریکا و انگلیس، دفاع از ایران در صورت تهاجم اتحاد جماهیر شوروی بیشتر به عهده بریتانیا بود. کمک‌های ایالات متحده به ایران در سال 1940 نیز بسیار ناچیز بود.
هرچند ایران به خاطر مرزهای طولانیش با شوروی از جنبه‌های جاسوسی و عملیات مخفی حائز اهمیت بود، ولی این موضوع در مقایسه با اقداماتی که در نقاط دیگر صورت می‌گرفت بسیار محدود بود و تأثیر چندانی بر تحولات داخلی ایران نداشت. از سال 1950 با تجدید فعالیت تدریجی حزب توده و بروز ناآرامی‌های فزاینده ناشی از مناقشه بر سر نفت و بحران شدید اقتصادی ایران، سیاستگران آمریکایی به نحو روزافزونی نگران اوضاع ایران شدند. قابلیت رهبری شاه نیز مورد انتقاد قرار گرفت، تا جایی که وضعیت کشور خطرناک و در آستانه انفجار و محتملاً یک چین دوم توصیف شد. در این موقع اقداماتی در زمینه اوضاع اقتصادی و نظامی ایران صورت گرفت. موافقتنامه واگذاری 23 میلیون دلار کمک نظامی سالانه به امضا رسید. اصل 4 نیز کمک‌های محدودی را برای ایران پیش بینی کرد. بانک صادرات و واردات واگذاری یک وام 25 میلیون دلاری را تصویب کرد. هرچند این وام پرداخت نشد، ولی با درخواست یک فقره وام 10 میلیون دلاری موافقت به عمل آمد. بر تعداد کارکنان سیا و اعضای سفارت آمریکا افزوده گشت. هنری گریدی که طی جنگ‌های داخلی یونان نقش تعیین کننده ای را ایفا کرده بود، به سمت سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران منصوب گردید. تا اوایل سال 1951 مداخلات ایالات متحده در ایران به نحو چشمگیری افزایش یافت. پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، دولت ترومن 2 هدف اساسی و عمده را در قبال ایران در پیش گرفت. نخست آنکه ایران به هر قیمتی که ممکن است باید در اردوگاه غرب باقی بماند. هدف دوم حفظ ثبات بازار نفت در جهان بود. این اهداف متضمن تضعیف دولت مصدق در جهت براندازی آن نبود. مقامات ایالات متحده می گفتند که به هیچ وجه در صدد نیستند حاکمیت ایران را مورد سؤال و تردید قرار دهند و بارها حمایت خود را از استقلال ایران اعلام داشتند. هرچند مدتی بود که در دوره ریاست جمهوری ترومن برنامه‌ای در زمینه فعالیت‌های محرمانه در ایران آغاز شده بود. نگاه کنید به صفحه بعد. همچنان که در سایر نقاط نیز این گونه عملیات محرمانه به صورت گسترده‌ای صورت می‌گرفت، ولی منظور از انجام این گونه اقدامات تضعیف موقعیت شوروی در ایران بود تا مقابله با مصدق. سیاست ایالات متحده در ایران در دوره حکومت ترومن مبتنی بود بر حمایت دولت مصدق و کوشش در جهت پایان دادن به مناقشه نفت از راه‌های دیپلماتیک. با این حال مقامات رسمی ایالات متحده از اقدامات محرمانه بریتانیا علیه مصدق در این دوران اطلاع داشتند و گاه به گاه در مورد این گونه فعالیت‌ها با همتاهای انگلیسی خود بحث و گفتگو می‌کردند. متعاقب ملی شدن شرکت نفت انگلیس و ایران، مقامات ایالات متحده برای کاهش تأثیری که اقدامات بریتانیا می‌توانست در تحریم فروش نفت ایران روی متحدین آمریکا داشته باشد، برنامه‌ای تهیه کردند که به موجب آن از شرکت‌های نفتی آمریکایی خواسته شد به طور داوطلبانه نفت مورد نیاز متحدین آمریکا را که بر اثر تحریم نفتی بریتانیا در مضیقه قرار گرفته بودند تأمین کنند. طبق این برنامه در سال اول تحریم حدود 46 میلیون بشکه نفت توزیع شد. این رقم تقریباً معادل 20% کل تولید نفت ایران بود در سال 1950. گفتنی است که منظور از این اقدام تضمین نیازمندی‌های متحدین آمریکا به نفت در صورت بروز یک جنگ عمومی بود، ولی در عین حال اجرای طرح تحریم بریتانیا را تقویت می‌کرد و خواسته و ناخواسته کمک به تضعیف اقتصاد ایران و دولت مصدق بود. کودتای 28 مرداد 1332 نوشته مارک جیم گازیورسکی، راوی نوای آزادی، تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com در همان ایام تلاش‌های سیاسی برای حل مسئله نفت ایران آغاز گردید.
مقامات ایالات متحده خواستار حل و فصل ماجرا از طریق مذاکره شدند و قول دادند که در امور داخلی ایران مداخله نکنند. به انگلیسی‌ها توصیه شد چنین وانمود کنند که اصل ملی شدن را پذیرفتند و با تقسیم 50-50 منافع موافقت نمایند و از توسل به زور احتراز کنند. ولی مقامات بریتانیا از این روش بی‌تفاوتی آمریکایی‌ها آزرده خاطر و نگران شده بودند. پس از قطع اولین دور مذاکرات بر سر نفت، آورل هریمن برای اعمال فشار در جهت از سرگیری گفتگوها به تهران اعزام شد و تلاش او در این زمینه به مذاکرات استوکس منجر گردید که سرانجام به شکست انجامید. گفته می شود که دین آچسون با القا به ترومن مانع بروز جنگ بین ایران و بریتانیا گردید. با شکست مذاکرات استوکس، انگلیسی‌ها تلاش مخفی خود را برای نخست وزیری سید ضیا آغاز کردند. مقامات ایالات متحده چند بار مصرانه از انگلیسی‌ها خواستند مذاکرات را از سر بگیرند، به طوری که اشاره شد دخالت شخص ترومن در جلوگیری از حمله بریتانیا به خاک ایران تأثیر بسزایی داشت. مصدق در اکتبر 1951 مهر ماه 1330 به سازمان ملل رفت. وی به واشنگتن نیز سفر کرد و از سوی پرزیدنت ترومن و دیگر مقامات آمریکا به گرمی استقبال شد. در این موقع آمریکایی‌ها در مورد مسئله نفت خط مشی جدیدی را تدارک دیده بودند. بر اساس این طرح خواست ایران درباره پایان دادن به کنترل انحصاری بریتانیا بر منابع نفتی کشور به رسمیت شناخته میشد. همچنین ایالات متحده به نحو چشمگیری از بریتانیا فاصله می گرفت. بر اساس پیشنهاد ایالات متحده یک کنسرسیوم برای فروش نفت خریداری شده از شرکت ملی نفت ایران تشکیل می شد. کنسرسیوم مزبور در آغاز شامل رویال دات شل و دیگر شرکت‌های بزرگ نفت بود. هنگامی که موضوع قانون ضد تراست شرکت‌های بزرگ آمریکایی را از این کار منصرف کرد، ترتیبات مشابهی با مشارکت کمپانی‌های مستقل نفت در نظر گرفته شد. ولی این طرح نیز در پاییز 1952 به نتیجه نرسید. در طرح سوم قانون ضد تراست به نحوی تفسیر شد که مشارکت کمپانی‌های عمده نفتی آمریکایی را در کنسرسیوم امکان پذیر می‌ساخت. ولی مصدق این طرح را هم در اواخر سال 1952 رد کرد و جانشین وی در سال 1954 اساس و ماهیت آن را پذیرفت. به موازات این گونه فعالیت‌های دیپلماتیک، ایالات متحده نیز تلاش‌های محرمانه‌ای در جهت نظارت و دخالت در روند سیاسی ایران را آغاز کرد. ناگفته نماند که آمریکا از اواخر دهه 1940 فعالیت‌های محرمانه پنجگانه‌ای را بدین شهر شروع کرده بود. نخست تشکیل شبکه‌هایی در میان عشایر و ایلات جنوب که در صورت اشغال ایران توسط شوروی به جنگ‌های چریکی مبادرت کنند. دوم، ایجاد محورهای گریز و رهایی به منظور استفاده از آنها در یک جنگ طولانی. سوم، عملیات برون مرزی جاسوسی و خرابکاری در داخل خاک شوروی با استفاده از عناصر ارامنه، آذربایجانی و دیگر اقوامی که در دو سوی مرزهای ایران و شوروی زندگی می‌کردند. چهارم، عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی به منظور نظارت و مقابله با فعالیت‌های شوروی در ایران. پنجم، اجرای یک سلسله عملیات با نام رمز بدامن که از سال 1948 برای مقابله با نفوذ شوروی و حزب توده در ایران آغاز شده بود. بدامن یک برنامه تبلیغاتی و سیاسی بود که از طریق شبکه‌ای به سرپرستی 2 تن ایرانی با نام‌های رمز نرن و سیلی اداره می‌شد و ظاهراً بودجه سالانه‌ای معادل $1,000,000 داشت. در بخش تبلیغات بدامن، مقالات و کاریکاتورهای ضد کمونیستی تهیه و در اختیار جراید ایران گذارده می‌شد. همچنین پخش کتب و نشریاتی در انتقاد از اتحاد جماهیر شوروی و حزب توده و شایعه پراکنی و غیره را انجام می‌داد. بخش عملیات سیاسی شامل حمله مستقیم به هواخواهان و وابستگان شوروی در ایران بود. این عملیات که به اصطلاح سیاه نام داشت، در جهت رویگردانی ایرانیان علیه حزب توده
حمله به هواخواهان شوروی به وسیله گروه‌های مزدور خیابانی برای در هم ریختن تظاهرات توده‌ای‌ها و کمک‌های مالی به سازمان‌های راستگرای ضد کمونیست مانند احزاب سومکا و پان ایرانیسم که پیوسته در خیابان‌های تهران با دستجات توده‌ای زد و خورد می‌کردند رهبری می‌شد. عملیات سیاه نفوذ عوامل تحریک در تظاهرات حزب توده با اعمال روش‌های خشن و خلاف اصول و اخلاق، پرداخت پول به چهره‌های سرشناس مذهبی برای متهم ساختن حزب توده به ملحد بودن و ترتیب دادن حمله به مساجد و شخصیت‌های مملکت به نام حزب توده را نیز شامل می‌شد. این گونه عملیات دیگر اقداماتی را که به وسیله اعضای سفارت آمریکا یا سازمان اطلاعات آمریکا به شیوهی ملایم ولی آشکار در جهت اهداف مشترک انجام می گرفت تکمیل می کرد. بدامن در جهت تضعیف جبهه ملی که پایه مردمیش به سازمانهایی چون احزاب زحمتکشان و پان ایرانیسم و گروه‌های تحت رهبری شخصیت‌های سرشناس مانند کاشانی استوار بود فعالیت می‌کرد. برای جدایی کاشانی و هوادارانش از جبهه ملی کوشش‌هایی به عمل آمد. تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت گاه به صورت بسیار ابتدایی و مبتذل بود. مصدق را چهره‌ای فاسد و پلید ترسیم می‌کرد که از نفوذ کاشانی سوء استفاده و بهره برداری می‌کند. به ملایی موسوم به محمد تقی فلسفی نیز پول داده شد تا یک سازمان مذهبی در رقابت با کاشانی ایجاد کند. روحانیون دیگری نیز به ایجاد موضع بنیادگرایانه‌تر به منظور فاصله گرفتن از مصدق تشویق شدند. کوشش‌هایی در جهت برانگیختن احزاب زحمتکشان و پان ایرانیسم علیه مصدق و نیز تفرقه میان احزاب مزبور به عمل آمد. شبکه بدامن و اعضای ایرانی آن با حفظ استتار خود با سیا رهبران این گروه را با پول می‌خریدند. در یکی از موارد شایان توجه، یکی از مأموران سیا در سپتامبر یا اکتبر 1952 با بقایی تماس گرفت و او را به جدایی از مصدق تشویق کرد. بقایی بعدها پول هم دریافت کرد. با مکی، کاشانی و آیت الله سید محمد بهبهانی نیز احتمالاً تماس‌های مشابهی صورت گرفت. تا نوامبر 1952 آذر 1331 کاشانی، بقایی، مکی و چند تن دیگر از سران جبهه ملی علیه مصدق موضع گرفتند. پان ایرانیست ها نیز به دو گروه طرفدار و مخالف مصدق درآمدند. خلیل ملکی و هوادارانش از بقایی انشعاب کردند و سازمانی را به نام نیروی سوم ایجاد کردند که هواخواه مصدق بود. تعیین میزان کوشش و مسئولیت بدامن در ایجاد این تحولات ناممکن است. بیشتر چهره‌های سیاسی ایران در این دوره بی نهایت جاه طلب و فرصت طلب شده بودند و هر کدام می توانستند دلایلی در توجیه روی گرداندن خود از مصدق عنوان کنند. این موضوع به خصوص در مورد بقایی، کاشانی و مکی صدق می کرد. علاوه بر این، رشیدیان ها در این دوران اقدامات مشابهی را به سود انگلیسی ها دنبال می کردند. مقامات سیا که خود رهبری بدامن را عهده‌دار بودند، در باب نتایج و تأثیرات این برنامه تصویر مشخصی ندارند. یک تن از آنها نتایج اقداماتی را که منجر به جدایی کاشانی و بقایی از مصدق گردید مهم توصیف کرد، در حالی که دیگری آن را از جنبه اهمیت محدود دانست. با بررسی عملیات بدامن چنین به نظر می رسد که سیا به رغم آنکه نقش عمده‌ای در این عملیات ایفا کرده است، معهازا عامل اصلی ایجاد تفرقه و نفاق در جبهه ملی نبوده است. مسئله‌ای که طرح آن از جهات مختلف حائز اهمیت خاص می باشد آن است که چه کسی اجازه داد این عملیات علیه مصدق و جبهه ملی انجام گیرد. به طوری که اشاره شد، سیاست رسمی دولت ترومن حمایت از مصدق بود، نه اقدام در جهت تضعیف آن. وزارت خارجه ایالات متحده که در آن زمان تحت سرپرستی دین آچسون قرار داشت، بدون چون و چرا این سیاست را دنبال می‌کرد. بدینسان چنین به نظر می‌رسد که تصمیم به منظور تضعیف دولت مصدق به وسیله بدامن در درون سیا اتخاذ شده باشد. از آنجایی که آن عده از مقامات عالی رتبه سیا که مسئولیت عملیات محرمانه را به عهده داشته‌اند یا مرده‌اند و یا به خاطر نمی‌آورند چه مقامی دستور اجرای عملیات مزبور را صادر کرد،
لذا تعیین و شناسایی آن بخش از سلسله مراتب رهبری این فیل سرکش در سیا که بدامن را در این ماجرا به کار گرفت ناممکن است. براندازی مصدق. روز اول نوامبر 1952 10 آبان 1331 کارکنان سفارت انگلستان به صورت دست جمعی تهران را به مقصد بیروت ترک گفتند و بدین سان یک دوره طولانی از سیطره بریتانیا بر ایران خاتمه یافت. ولی شبکه رشیدیان و تعدادی از عوامل آنها که از پوشش مطمئنی برخوردار بودند همچنان در ایران باقی ماندند. در این موقعیت بریتانیا در ایران بسیار ضعیف شده بود. از این رو کریستوفر مونتاگ وودهاوس فرمانده سازمان MI6 در ایران برای کسب حمایت آمریکایی‌ها و به منظور تهیه طرح دیگری برای سرنگون ساختن مصدق به واشنگتن اعزام گردید. بر اساس طرح وودهاوس با تایید یا عدم تایید شاه اغتشاش‌های زمانبندی شده این توسط رشیدیان‌ها و پاره‌ای از سران بختیاری ترتیب داده شده بود. با اینکه انگلیسی‌ها از ماه اوت با زاهدی مشغول توطئه چینی بودند. معاذا چند تن دیگر را به عنوان رهبران احتمالی کودتا در نظر گرفته بودند. وودهاوس در سفر به آمریکا برنامه خود را به سیا ارائه کرد. فرانک وایزنر سرپرست عملیات محرمانه سیا، آلن دالس معاون وایزنر و کرمیت روزولت سرپرست بخش اداری عملیات خاورمیانه همگی موافق اجرای یک کودتا بودند، ولی کارشناسان امور ایران در رده‌های پایین‌تر سیا با این طرح مخالفت داشتند. سرپرست پایگاه سیا در ایران نیز با طرح مزبور موافق نبود و عقیده داشت که این اقدام موجب خواهد شد ایالات متحده در اذهان به عنوان حامی استعمارگران انگلیس و فرانسه تعبیر شود. درباره طرح کودتا با مقامات وزارت امور خارجه نیز گفتگوهایی صورت گرفت و سرانجام به وودهاوس گفته شد که ترومن با این برنامه موافقت نخواهد کرد، ولی محتمل است آیزنهاور که تازگی به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده بود با آن موافقت کند. در خلال این رویدادها زاهدی به رغم خروج انگلیسی‌ها از ایران که بدون تردید او را با دشواری‌هایی مواجه ساخته بود، همچنان به توطئه چینی اشتغال داشت. ابوالقاسم بختیاری نیز با دریافت پول و اسلحه در میان ایل بختیاری برای جلب حمایت دیگر خوانین تلاش می‌کرد. گفته شد که زاهدی قول داده است یک جنوب آزاد تشکیل دهد که در آن بختیاری‌ها به رهبری ابوالقاسم از خودمختاری بهره‌مند گردند. در ژانویه 1953 دیماه 1331 هواداران زاهدی به رهبری کاشانی جلسات مجلس را متشنج کردند. کوشش آنها در این کار بدین منظور بود که زمینه برکناری مصدق را فراهم نمایند، ولی در 19 ژانویه 30 دی مصدق با کسب رأی اعتماد 59 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف تلاش مخالفان را نقشه برآب کرد. در اواسط فوریه اواخر بهمن 1331 زاهدی با چند تن از ژنرال‌های ارتش ایران پیرامون امکان یک کودتا به کنکاش نشست. اردشیر پسرش نیز به مقامات سفارت آمریکا اظهار داشت که پدرش در آستانه تسخیر قدرت است و اسامی اعضای احتمالی کابینه را معرفی کرد. در همین ایام گروهی از عشایر بختیاری به رهبری ابوالقاسم و چند تن از اعضای کانون افسران بازنشسته به یک ستون نظامی در خوزستان حمله کردند و تلفاتی بر افراد ستون وارد ساختند. مصدق در صدد برآمد زاهدی و چند تن از دستیارانش را دستگیر کند و تهدید نمود که کناره‌گیری خواهد کرد. در همین اوان شاه اعلام کرد که قصد دارد برای استفاده از تعطیلات به خارج از کشور سفر کند. اعلام این تصمیم موجب بروز تنش و آشوب گردید. تعداد زیادی از تظاهر کنندگان ضد مصدق که از سوی کاشانی و حزب سومکا و هواداران زاهدی بسیج شده بودند در اطراف کاخ شاه اجتماع کردند و از آنجا رهسپار خانه مصدق شدند و خواستار برکناری او گردیدند. سپس برخوردهای خشونتباری میان آنها و هواداران مصدق که تعدادشان بیشتر بود روی داد. سفارت آمریکا طی گزارشی احتمال سقوط مصدق را پیش بینی کرد، ولی به رغم همه تلاش‌ها مصدق از این مهلکه نجات یافت و یگانهای وفادار ارتش به دولت نظم را برقرار کردند.
در اواخر آوریل 1953 اردیبهشت 1332 حادثه دیگری روی داد. سرتیپ افشار توس رئیس شهربانی کل کشور ربوده شد و به قتل رسید. سازمان MI6 در جهت مهیا ساختن زمینه کودتا برنامه ربودن افشار توس را تهیه دیده بود ولی قصد کشتن او را نداشت. زاهدی، بقایی و تعدادی از همدستان وی از جمله پسر کاشانی متهم به همدستی در این جنایت شدند و قرار بازداشت آنها صادر شد. کاشانی در مقام ریاست مجلس وسایل تحصن زاهدی را در مجلس فراهم ساخت و مانع دستگیری او گردید. بقایی نیز از مصونیت پارلمانی برخوردار بود. مصدق مدعی شد که توطئه‌گران قصد به قتل رساندن وزیر خارجه و وزیر دفاع را نیز داشتند و هدف آنها انتصاب بقایی به نخست وزیری بود. زیرا سرتیپ افشار توس را افسری شجاع، فساد ناپذیر و از وفاداران سرسخت مصدق می‌دانستند. قتل افشار توس ضربه سختی به روحیه اعضای جبهه ملی وارد آورد و شقاوت توطئه‌گران را نیز آشکار ساخت. این گونه وقایع به نحو چشمگیری بر تنش و آشوبی که از تابستان سال 1952 کشور را فرا گرفته بود دامن زد. پس از آشوب‌های فوریه اسفند 1331 شایعاتی پیرامون احتمال وقوع کودتا در ارتش بر سر زبانها افتاد. اغتشاش در منطقه بختیاری ادامه یافت. ایل قشقایی که هوادار مصدق بود برای حمله به بختیاری و پیشروی به سوی تهران در صورت وقوع کودتا طرحی آماده ساخت. با آنکه حزب توده در آشوب‌های ماه فوریه، اسفند و هفته‌های بعد از آن نقش فعالی داشت، مهازا موفق به جلب نیروی بیشتر و گسترده‌تری نگردید و این گونه ناآرامی‌ها مصدق را بران داشت که جمعی را بازداشت کند. نتایج مشخصه این رویداد موقعیت بلا منازع مصدق را در مقام رهبری نهضت ملی متزلزل ساخت. به طوری که گفته شد پاره ای از شخصیت‌های برجسته جبهه ملی مانند مکی، بقایی و کاشانی از تابستان 1952 1331 علیه مصدق به توطئه‌چینی پرداختند و چون در میان طبقات پایین شهری صاحب نفوذ بودند، پایه حمایت مردمی مصدق تا حدودی تضعیف شد و در مجلس نیز موضع او را متزلزل ساخت. کاشانی در مقام ریاست مجلس در ژانویه 1953 دی 1331 سعی کرد حکومت مصدق را ساقط کند. به دنبال حوادث فوریه و آوریل، اسفند و اردیبهشت طی مباحثاتی که پیرامون علل واقعی فوریه و نقش بقایی در به قتل رساندن افشار توس به عمل آمد، زمینه بیشتری برای حملات علیه مصدق فراهم گردید. با فرارسیدن تابستان 1953 1332 خطوط مبارزه میان مصدق و هوادارانش در حزب ایران و نیروی سوم از یک طرف و زاهدی و بقایی و کاشانی و یارانشان از سوی دیگر به وضوح مشخص شده بود. در حالی که زاهدی و همدستان وی دولت مصدق را آماج حملات خود قرار داده بودند، حکومت آیزنهاور رئیس جمهوری جدید آمریکا نیز به طور جدی در صدد بررسی اندیشه کودتا برآمد. به طوری که گفته شد مقامات عالی رتبه سیا مدتی بود که در باب ضرورت کودتا به توافق رسیده بودند. از زمان انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 1952 به بعد، جان فوستر دالس وزیر خارجه دولت آیزنهاور در این مورد با برادرش آلن دالس که به ریاست سیا منصوب شده بود مذاکراتی انجام داد. در 3 فوریه 1953 14 بهمن 1331 تنها 2 هفته بعد از برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری جدید آمریکا، چند تن از مقامات بلندپایه انگلیسی و آمریکایی به بررسی اوضاع ایران پرداختند و در اجلاسی که بدین منظور تشکیل گردید تصمیم گرفته شد برای براندازی مصدق و روی کار آوردن زاهدی طرحی تهیه گردد و به مورد اجرا بگذارند. رهبری این عملیات که نام رمز آن آجاکس بود به عهده کرمیت روزولت محول شد. پیش از این تصمیم مقامات آمریکایی زاهدی را فردی فرصت طلب و بی‌اعتنا به موازین اخلاقی توصیف کرده بودند.
ولی اینک شخصیت مقتدری شناخته شده بود که می توانست با اقداماتی قاطع ایران را به جمع اردوگاه غرب بازگرداند. در طول ماه‌های بعد روزولت چند بار برای تدارک کودتا به ایران سفر کرد. در این سفرها وی و یکی دیگر از مأموران سیاه چند بار با زاهدی ملاقات کردند و احتمالاً کمک‌های مالی در اختیار او قرار دادند. یکی دیگر از کارشناسان آمریکایی در مورد ایران که در استخدام سیاه بود، در اواسط ماه می به نیکوزیا مرکز قبرس اعزام گردید تا با یکی از کارشناسان امور ایران از سازمان MI6 طرح تفصیلی کودتا را بررسی کنند. این دو تن در اواسط ژوئن اواخر خرداد 1332 برای ادامه بحث درباره طرح کودتا به لندن پرواز کردند. سرانجام روز 25 ژوئن 1953 چهارم تیر ماه 1332 طرح کودتا به تصویب نهایی وزارت خارجه ایالات متحده رسید. کودتای 28 مرداد 1332 نوشته مارک جیم گازیورسکی، راوی نوای آزادی، تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com طرح کودتا شامل 4 بخش عمده بود. نخست باید توان و مقدورات تبلیغاتی و سیاسی سازمان بدامن علیه مصدق به کار گرفته شود. دوم، سران مخالف مصدق باید به تحسن در مجلس تشویق شوند و با ایجاد اغتشاش بر تنش و آشفتگی موجود افزوده گردد. سوم، چون با شاه در مورد کودتا مشورت نشده بود، میبایست موافقت وی با عزل مصدق و انتصاب زاهدی به نخست وزیری کسب شود. چهارم، جلب پشتیبانی افسران رده بالا در ارتش تأمین گردد. طرح شورش بختیاری ها که محتملاً با بازداشت ابوالقاسم بختیاری منتفی گردیده بود در این امر بی اثر نبود. انجام این اقدامات با کمک رشیدیان ها و شبکه های بدامن و تعدادی از مأموران در پایگاه سیا در تهران انجام می گرفت. به دنبال اخراج انگلیسی ها از تهران در نوامبر 1951 آبان 1330 سازمان MI6 رشیدیان ها را در اختیار سیا قرار داد و پایگاه سیا برای اجرای طرح آجاکس تقویت گردید. رئیس پایگاه سیا در تهران که با طرح کودتا مخالفت کرده بود تعویض شد و یک روزنامه‌نگار سابق که در جریان بحران آذربایجان تجربه داشت و با بسیاری از شخصیت‌های ایرانی آشنا بود جانشین او گردید. یکی دیگر از کارشناسان امور شبه نظامی سیا که در همان ایام تجاربی در کره اندوخته بود به این گروه پیوست و مسئولیت ارتباط بین افسران ایرانی را که در طرح کودتا مداخله داشتند به عهده گرفت. طی ماه‌های ژوئن و ژوئیه 1953 خرداد و تیر 1332 موقعیت مصدق بیش از پیش متزلزل شده بود. میان هواداران و مخالفان مصدق و توده‌ای‌ها تقریباً همه روزه تظاهرات و برخوردهای روی می‌داد. مجلس شورای ملی صحنه بحث‌ها و گفتگوهای بی‌نتیجه میان موافقین و مخالفین مصدق بر سر مسائلی چون آشوب فوریه، 9 اسفند، نقش بقایی در قتل افشار طوس، کنترل ارتش و انتخاب رئیس جدید مجلس شده بود. در 1 ژوئیه 1952 10 تیر ماه 1332 با پیروزی عبدالله معظمی یکی از طرفداران مصدق با احراز 41 رأی در برابر 31 رأی به جای کاشانی به ریاست مجلس مصدق پیروزی بزرگی کسب کرد. با ادامه حملات مخالفین گروهی از طرفداران مصدق به عنوان اعتراض به این وضع دست جمعی از نمایندگی استعفا کردند. در اواخر ژوئیه چند تن از نمایندگان طرفدار حائری‌زاده و بقایی در مجلس متحسن شدند. با فلج شدن مجلس مصدق تصمیم گرفت که به ادامه کار آن پایان دهد و انتخابات جدیدی برگزار کند.
چون مخالفین تهدید کردند که مانع از تشکیل حد نصاب در مجلس خواهند شد، مصدق مجبور گردید که در اوایل اوت مرداد به رفراندوم متوسل شود. ولی به خاطر مداخله و اعمال نفوذی که در رفراندوم به کار رفت، اعتراضات گسترده‌ای علیه مصدق ابراز شد. از این پس ایالات متحده کاملا درگیر تضعیف مصدق از طریق شبکه‌های بدامن گردید. دستاندرکاران سیاه این اقدام را یک برنامه هماهنگ ثبات‌زدایی و تلاش همه جانبه توصیف کردند و لااقل بخشی از تظاهرات و فعالیت‌های پارلمانی که موجب نگرانی مصدق را فراهم ساخت کار بدامن بود. همان گونه که قبلاً به دیگر فعالیت‌های ضد مصدق از سوی بدامن اشاره شد، در اینجا نیز ارزیابی تأثیر واقعی این عملیات میسر نیست. ولی با اطمینان میتوان گفت که بدامن در این کار نقش چشمگیری داشت. در این مرحله از عملیات چند بار سعی شد شاه را به حمایت از زاهدی برانگیزند. روز 30 می 9 خرداد هندرسون با شاه ملاقات کرد. شاه به او گفت که زاهدی مرد روشنفکر برجسته‌ای نیست، ولی اگر از حمایت گسترده‌ای برخوردار باشد و از طرق پارلمانی به قدرت برسد و در عین حال کمک‌های اقتصادی بزرگی از ایالات متحده یا بریتانیا دریافت کند، مقبول خواهد افتاد. در اواخر ماه ژوئیه اوایل مرداد نیز تلاش دیگری به عمل آمد. یک سرهنگ ارتش ایالات متحده و یکی از مأموران MI6 به فرانسه اعزام شدند تا با اشرف خواهر دوقلوی شاه که در آن ایام در کازینوی دوویل برای قمار رفته بود تماس برقرار کنند. اشرف هنگامی حاضر شد با برادرش صحبت کند که آنها قول دادند با فراتر رفتن از حدود اختیارات خود عمل کنند و در صورت شکست کودتا به شیوهی متناسب با شأن و مقام برادرش از او حمایت نمایند. خواهر شاه روز 25 ژوئیه 3 مرداد 1332 به تهران رفت، ولی مصدق مانع ملاقات وی با برادرش شد. یک هفته بعد تلاش سومی به عمل آمد. ژنرال نورمن شوارتزکوف که طی سالهای 1942 تا 1948 فرماندهی ژاندارمری ایران را عهدهدار بود، به دیدار شاه رفت، ولی شاه هنوز حاضر به قبول همکاری با طرح سیا نبود. سپس شوارتزکوف به روزولت توصیه کرد شخصاً با شاه ملاقات کند. رشیدیانها ترتیب این تماس و دیدار را فراهم ساختند. سرانجام شاه پس از تایید رسمی آمریکا و بریتانیا که از طریق یک پیام مخصوص رادیویی اعلام شد، قبول کرد که از طرح کودتا پشتیبانی کند. با کسب همکاری شاه، گروه روزولت آماده شروع عملیات گردید. فرمان عزل مصدق و انتصاب زاهدی تهیه و به امضای شاه رسید. شب 15 اوت 24 مرداد سرهنگ نعمت الله نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی فرمان عزل مصدق را به او تسلیم کرد، ولی مصدق که از چگونگی توطئه احتمالاً به وسیله حزب توده آگاه شده بود، فرمان را جعلی دانست و حکم بازداشت نصیری را صادر کرد. در این موقع نیروهای نظامی وفادار به مصدق در نقاط مختلف شهر مستقر شدند. نمایندگان مخالف و افسران مظنون به همکاری در توطئه زاهدی و وزیر دربار بازداشت گردیدند. جستجوی وسیعی برای بازداشت زاهدی آغاز شد و مبلغ 100,000 ریال جایزه برای دستگیری او تعیین گردید. سرانجام تلاش آن بخش از نیروهای زرهی که قرار بود همزمان با ابلاغ فرمان عزل مصدق تهران را اشغال کنند شکست خورد. شاه بی آنکه گروه روزولت را از تصمیم خود آگاه سازد هراسان کشور را ترک گفت. وی نخست به بغداد و سپس به روم گریخت. با بازداشت نصیری طرح اجرای کودتا شکست خورد و روزولت و همکارانش مجبور شدند استراتژی جدیدی طرح کنند. برای خروج روزولت و گروه او، همچنین زاهدی و تعداد دیگری از دستاندرکاران مهم کودتا به وسیله هواپیمای وابسته نظامی آمریکا، برنامه اضطراری تهیه و تدارک شد. زاهدی را به یکی از خانه‌های امن سیا بردند و تا روزی که مصدق سرنگون گردید در آنجا مخفی بود. روزولت به امید آنکه بتواند کودتای دوم و موفقی را به ثمر برساند، سلسله عملیات ناهماهنگ و پراکنده ای را از سر گرفت. نخستین مرحله این طرح تلاشی بود در جهت آگاهی مردم از عزل مصدق و انتخاب زاهدی به نخست وزیری. مأموران سیا روز یکشنبه 16 اوت 25 مرداد نسخه هایی از فرامین شاه را تهیه و توسط نرن و سیلی
و نیز 2 تن از خبرنگاران آمریکایی پخش کردند و چون مصدق چنین فرمانی را تایید نکرده بود، مردم از تصمیم شاه مطلع شدند. 2 تن روزنامه‌نگار برای ملاقات اردشیر زاهدی به خانه یکی از مأموران سیا برده شدند. در آنجا اردشیر آنها را از نحوه صدور فرامین آگاه ساخت و اقدام مصدق را درباره بازداشت پدرش به عنوان نخست وزیر قانونی یک کودتا توصیف کرد. کلیه این اخبار در اسرع وقت در روزنامه نیویورک تایمز و دیگر جراید آمریکا انتشار یافت. پس از پخش نسخ فرمان، اقدام برای جلب حمایت نظامیان به طرفداری از زاهدی آغاز شد. بیانیه‌ای مبنی بر دعوت نیروهای مسلح به حمایت از شاه تهیه و منتشر گردید. هیئت مستشاری نظامی آمریکا طرفداران زاهدی را مسلح کرد برای کسب پشتیبانی پادگان‌های نظامی دیگر شهرستان‌ها اقدام شود. با استفاده از جوازهای مسافرت جعلی که قبلاً وسیله قرارگاه سیا تهیه شده بود، فرستادگانی به شهرهای کرمانشاه و اصفهان اعزام گردید. سرهنگ تیمور بختیار فرمانده تیپ کرمانشاه در رأس یک ستون زرهی عازم تهران شد، ولی فرمانده لشکر اصفهان حاضر به همکاری نگردید. در خلال این رویدادها نرن و سیلی دستجات متعددی را اجیر کردند و روز 17 اوت 26 مرداد با سر دادن شعارهای حزب توده و حمل آرم‌هایی که در آنها شاه تقبیح و سرزنش شده بود، در خیابان‌های تهران به راهپیمایی پرداختند. این جمعیت توده‌ای قلابی که عصر روز قبل مبلغ $50,000 دستمزد آنها به وسیله نرن و سیلی به آنها پرداخت شده بود، وظیفه داشتند با ایجاد بیم و هراس از خطر به قدرت رسیدن توده‌ای‌ها موقعیت زاهدی را تقویت کنند. طولی نکشید که اعضای واقعی حزب توده بیخبر از نقش سیا در ایجاد این تظاهرات و هدف آنها به صفوف تظاهر کنندگان پیوستند و با آنان هم آواز شدند. آنها مجسمه‌های شاه و پدرش را پایین کشیدند و به مقبره رضاشاه هجوم بردند. این تظاهرات روز بعد نیز ادامه یافت، به نحوی که هندرسون سفیر آمریکا درخواست کرد نیروهای پلیس که در قرارگاه‌های خود ناظر اوضاع بودند برای پراکنده کردن تظاهر کنندگان وارد عمل شوند. در این موقع دکتر مصدق تصمیمی گرفت که سرانجام آن شوم و سرنوشت ساز بود. این تصمیم موافقت با درخواست سفیر آمریکا در پراکنده ساختن تظاهر کنندگان بود. سران حزب توده نیز اعضای خود را از خیابان‌های تهران فراخواندند. روز چهارشنبه بسیاری از افراد پلیس به صف مخالفین پیوستند. توده‌ای‌ها نیز افراد خود را از معرکه دور نگه داشته و خیابان‌ها را تخلیه کردند. بدین ترتیب نیرویی برای مقابله با طرفداران زاهدی که آن روز در خیابان‌ها بودند وجود نداشت. با پخش فرامین شاه بین مردم و جلب حمایت نظامیان از زاهدی، گروه روزولت در صدد برآمد شورشی علیه مصدق برانگیزد. مؤثرترین وسیله برای دستیابی به چنین مقصودی میتوانست با توسل به روحانیون سرشناس و مورد توجه مردم مانند کاشانی میسر گردد. گروه سیاو با کاشانی رابطه‌ای مستقیم نداشت. در اینجا از رشیدیانها خواسته شد که از طریق همدستان روحانی خود این ارتباط را برقرار کنند. رشیدیانها گزارش دادند که ترتیب چنین شورشی تا پیش از جمعه که روز نیایش هفتگی است میسر نمی باشد. روزولت نگران از اینکه مصدق طی مدت کوتاهی عرصه را بر او تنگ کند، با رشیدیانها در مورد چگونگی برقرار ارتباط با کاشانی مشورت کرد. بدین منظور روزولت به یکی از همدستان رشیدیانها به نام احمد آرامش معرفی شد. صبح روز چهارشنبه 19 اوت 28 مرداد 2 تن از مأموران سیا با آرامش ملاقات کردند و مبلغ $10,000 در اختیار او گذاشتند که به کاشانی بدهد. چنین به نظر می آید که کاشانی ترتیب آن را داد که یک گروه ضد مصدقی از ناحیه بازار به مرکز تهران روانه گردد. احتمالاً دسته‌های مشابهی نیز مستقلاً توسط رشیدیانها، نرن و سیلی و همچنین از طریق آیت الله بهبهانی و شعبان بیمخ سازمان داده شد. این جمعیت با افراد یگانهای ارتش و شهربانی و بخشی از مردم نظاره‌گر که از تظاهرات روز پیش توده‌ای‌ها خشمگین شده بودند و یا از مصدق سرخورده بودند، به یکدیگر پیوستند و ساختمان‌های دولتی و دفاتر احزاب و روزنامه‌های طرفدار مصدق را مورد حمله قرار دادند.
مصدق حاضر نشد یگانهای ارتش یا شهربانی را برای متفرق کردن این تظاهرات به خیابانها بفرستد. یکی از واحدهای نظامی طرفدار زاهدی ایستگاه فرستنده رادیو را اشغال کرد و به پخش بیانیه‌هایی به طرفداری از زاهدی پرداخت. سرتیپ هوایی گیلان نیز در رأس یک ستون تانک به خانه‌ای که سیا زاهدی را در آن مخفی کرده بود رفت. این نیروها همراه بخشی از تظاهر کنندگان طرفدار شاه قرارگاه‌های ارتش را اشغال کردند و رهسپار خانه مصدق شدند. در آنجا نبردی روی داد که 9 ساعت طول کشید و 300 کشته بر جای گذاشت. دیوارهای خانه مصدق زیر آتش تانک و توپخانه فرو ریخت. منزل وی نیز مورد تهاجم قرار گرفت. مصدق از روی بام گریخت و روز بعد خود را تسلیم زاهدی کرد. ارزیابی نقش ایالات متحده آمریکا در کودتای 28 مرداد. اینک میتوان به 3 پرسشی که در پیشگفتار این بررسی عنوان شد پاسخ داد. چه انگیزه‌هایی سیاستگران ایالات متحده را به براندازی مصدق وادار ساخت؟ غالباً گفته شده است که انگیزه اصلی کودتا بر آن بود که سیاستگران آمریکا تمایل داشتند شرکت‌های نفت آمریکایی در کسب بخشی از تولیدات نفت ایران سهیم شوند. این استدلال به ظاهر معقول می‌نماید و تردیدی نیست که حکومت آیزنهاور نسبت به منافع شرکت‌های آمریکایی حسن نظر داشت. مؤسسه حقوقی برادران دالس نیز به دفعات وکالت شرکت‌های نفت را در مسائل حقوقی به عهده گرفته بودند. افزون بر این، بر اساس توافق نهایی که در سال 1954 بین دولت زاهدی و شرکت‌های نفت به عمل آمد، 40% تولید نفت ایران که در گذشته در اختیار انگلیسی‌ها بود، نصیب آمریکایی‌ها گردید. با آنکه نظریه فوق را نمیتوان به طور کلی انکار کرد، معاذا از جنبه منطقی تر میتوان چنین استدلال نمود که انگیزه اصلی سیاستگران آمریکا در این امر ترس از خطر روی کار آمدن کمونیست ها در ایران بود و تمایل به زینف شدن شرکت های آمریکایی در ایران نیز به منظور پیشگیری از حدوث چنان خطری بود. از سوی دیگر در اوایل دهه 1950 جنگ سرد همچنان شدت داشت و اتحاد جماهیر شوروی به مثابه قدرتی توسعه طلب تلقی می‌شد که طرح استیلا بر جهان را در سر دارد. آیزنهاور نیز خطر شوروی را یکی از مسائل اساسی مبارزات انتخابی سال 1952 عنوان کرد و دموکرات‌ها را به نرمی و انعطاف در مقابل کمونیسم و از دست دادن چین متهم ساخت. وی پس از اینکه بر مسند قدرت قرار گرفت، در صدد عملی ساختن نظریاتش برآمد. وزارت خارجه آمریکا از لوث وجود همجنسگرایان و مظنونین به کمونیست تصفیه شد. موضوع اقتدار بیشتر متحدین غربی آمریکا مطرح گشت و برای تقویت موضع غرب در آمریکای لاتین، خاورمیانه و خاور دور تلاش‌هایی صورت گرفت. بدین روال اگر تصمیم به براندازی مصدق را که 2 هفته پس از ادای سوگند ریاست جمهوری آیزنهاور اتخاذ شد در چارچوب تحولات فوق مورد بررسی قرار دهیم، میتوان آن را به عنوان گامی دیگر از سلسله تلاش‌های حکومت آیزنهاور در پیشگیری از توسعه طلبی شوروی دانست. گفتنی است که شرکت‌های نفتی مهم آمریکا در آن زمان هنوز نسبت به نفت ایران علاقمند نشده بودند و در بازار جهانی نفت نیز عرضه بیش از تقاضا بود. در سال 1951 شرکت‌های عمده آمریکایی برای جبران متوقف شدن تولید نفت ایران، تولید نفت خود را در کویت و عربستان افزایش دادند و در صورتی که در تولید نفت ایران درگیر می‌شدند، مجبور بودند از تولیدات خود در کشورهای مزبور بکاهند و این امر به تیرگی روابط آنها با رهبران کشورهای عربستان سعودی و کویت منجر می‌شد. علاوه بر این، اگر احساسات ملی در ایران همچنان در حال غلیان باقی می‌ماند، تولید نفت در آن کشور مخاطره انگیز می‌شد. بنابر دلایل فوق، شرکت‌های نفت آمریکا در سالهای 1951 و 52 علاقه‌ای به بهره برداری از نفت ایران نشان ندادند. از اواخر سال 1952 دولت ترومن به این نتیجه رسیده بود که مشارکت کمپانی‌های آمریکایی در تولید نفت ایران در تأمین ثبات ایران و کوتاه کردن دست شوروی از آن کشور اهمیت اساسی دارد.
بدین منظور ترومن برای جلب همکاری شرکت‌های عمده نفت آمریکا در ایران پیشنهاد کرد پرونده مهم دعوای ضد تراست که قرار بود علیه شرکت‌های مزبور مورد رسیدگی قرار گیرد به حالت تعلیق درآید. دولت آیزنهاور نیز با نظریه ترومن پیرامون مشارکت کمپانی‌های نفتی در ایران هم عقیده بود و با تعلیق دعوای ضد تراست موافقت کرد. با این حال شرکت‌های مزبور همچنان تمایلی به مشارکت در نفت ایران نشان ندادند و معلوم شد سیاستگران آمریکایی باید تلاش‌های گسترده‌ای برای ترغیب آنها بدین کار مبذول دارند. از مجموع بررسی‌های فوق چنین استنباط می‌شود که انگیزه اصلی حکومت آیزنهاور در این ماجرا بیشتر نگرانی از تسلط بر ایران به وسیله کمونیست‌ها بود تا پشتیبانی و حمایت از علایق تجاری ایالات متحده آمریکا. این نکته را نیز باید در نظر داشت که نه تنها اکثر مقامات رده‌های میانی وزارت خارجه و مقامات سیا بر ضرورت یک کودتا به منظور رفع خطر کمونیست عقیده نداشتند، بلکه هنری بایورد معاون وزارت خارجه در امور خاورمیانه و هندرسون سفیر آمریکا در تهران در اوایل سال 1953 طرفدار کودتا نبودند. همانطور که قبلا اشاره شد، کارشناسان امور ایران در سیا و نیز سرپرست پایگاه سیا در تهران مخالف کودتا بودند. تحلیلگران سیا مصدق را کمونیست تلقی نمی‌کردند و معتقد نبودند که حزب توده در آن زمان قابلیت تسخیر قدرت را داشته باشد و بر این باور بودند که حزب توده سعی دارد از طریق نفوذ در سازمان‌های نظامی و اداری کشور و نیز سعی در جلب حسن نظر مصدق و دیگر رهبران جبهه ملی از یک استراتژی جبهه خلقی پیروی کند. در نوامبر 1953 یکی از تحلیلگران سیا چنین نتیجه گرفته بود که احتمال نمی رود پس از پایان سال 1953 حزب توده بتواند قدرت را تسخیر کند. علاوه بر این، وضع اقتصادی ایران در این دوران تا حدودی ثبات یافته بود و احتمال یک فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی مطرح نبود. از این رو چنین به نظر می آمد که بیم و نگرانی ناشی از خطر به قدرت رسیدن کمونیست ها که موجب کودتا باشد تنها در سطح عالی مقامات سیا و وزارت خارجه آمریکا شکل گرفت و کارشناسان امور ایران در رده‌های پایین‌تر با رؤسای خود اتفاق نظر نداشتند. بریتانیا و دستاندرکاران ایرانی در این ماجرا چه نقشی ایفا کردند؟ به حسب ظاهر نقش بریتانیا به مشارکت در شکلگیری طرح اصلی کودتا و ارائه شبکه رشیدیانها محدود بوده است. ناگفته نماند که شکل اصلی و اولیه طرح با آنچه به صورت اجرا درآمد تفاوت داشت و گمان نمی رود که رشیدیانها نقش قاطع و سرنوشت سازی در این ماجرا ایفا کرده باشند. نقش به مراتب مهمتر بریتانیا در تلاش‌هایی بود که از بدو نخست وزیری مصدق تا به آخر برای تضعیف حکومت وی صورت گرفت. انگلیسی‌ها لحظه‌ای از توطئه علیه مصدق فارغ نشدند و طی این مدت 3 تلاش عمده را دنبال کردند: کوشش مداوم برای براندازی دولت او، تحریم نفت و ایجاد پاره‌ای مشکلات اقتصادی علیه ایران. این گونه اقدامات در کاهش تدریجی پایگاه مردمی مصدق مؤثر افتاد و در نهایت سقوط وی را تسهیل کرد. بدین سان میتوان گفت که اقدامات بریتانیا عامل اصلی سقوط مصدق بود. 4 گروه عمده نیز در ماجرای کودتا دست داشتند. نخست نقش آشکاری است که زاهدی و همدستان نزدیک وی چون پسرش اردشیر، ابوالقاسم بختیار و افسرانی مانند حجازی، نصیری، گیلانشاه و سرهنگ بختیار تیمور ایفا کردند. زاهدی و چند تن از این افراد از حدود 1 سال پیش از کودتا علیه مصدق توطئه می‌کردند. دیگر همدستان وی یا فرماندهی واحدهای نظامی را عهده‌دار بودند و یا در امر کودتا به طور مؤثری نقش پشتیبانی داشتند. گروه دوم یاران سابق مصدق چون کاشانی و بقایی بودند که در سال آخر حکومت مصدق برای تضعیف پایگاه‌های مردمی او تلاش می‌کردند. گروه سوم نرن و سیلی و رشیدیان ها بودند که نقش عمده‌ای در کودتا و همچنین نظارت بر فعالیت‌های ضد مصدقی در دوران پیش از کودتا ایفا کردند و بالاخره
شخص شاه که به رغم تردید و تزلزلش با قبول و تایید کودتا نقش مؤثری داشت. گذشته از افراد شناخته شده و مشخص، تعداد نسبتاً معدود ولی نامشخصی از ایرانیان چه به طور داوطلب و یا اجیر در تظاهرات ضد مصدق و یا عملیات دیگر مشارکت داشتند. نقش ایالات متحده در براندازی مصدق تا چه حد اهمیت داشت؟ هرچند پاسخ دادن قطعی به این پرسش میسر نیست، ولی با توجه به شواهد و قرائن موجود میتوان گفت که بدون مساعدت قابل ملاحظه آمریکا، موفقیت در انجام کودتا در آن زمان خاص و به شیوهی که انجام شد امکان نداشت. مقامات رسمی ایالات متحده کودتای مزبور را طرح و رهبری کردند و حداقل $60,000 برای اجرای آن خرج کردند. زاهدی رهبر اسمی کودتا تا زمان اجرای آن در یکی از خانه‌های سیا مخفی ماند. در مورد تصمیم به اجرای کودتا و شیوه انجام آن و یا افرادی که برای جانشینی مصدق در نظر گرفته شده بودند، با شاه مشورت به عمل نیامد و او تمایل چندانی به پشتیبانی از کودتا ابراز نکرد و در پی اولین نشانه شکست کودتا از کشور گریخت. علاوه بر این، ایالات متحده با انجام یک سلسله اقداماتی که در طول 1 سال پیش از کودتا از طریق بدامن علیه مصدق ترتیب داد، پایگاه‌های مردمی او را تضعیف کرد و زمینه را برای اجرای کودتا فراهم ساخت. این احتمال نیز وجود داشت که زاهدی یا ایرانیان دیگری بعداً بتوانند حکومت مصدق را ساقط کنند. ولی به نظر می رسد که فقط 3 گروه توانایی سرنگونی مصدق را داشتند. نخست، زاهدی و همدستانش شاید می توانستند بدون کمک ایالات متحده مصدق را ساقط کنند، هرچند بعید می نمود که آنها به تنهایی بدین کار مبادرت ورزند، زیرا امکان موفقیتشان ناچیز بود. زاهدی قریب 1 سال بود که به نحوی بی‌ثمر در جهت سرنگونی مصدق تلاش می کرد. وی از حمایت چشمگیر مردمی برخوردار نبود. شاه نیز حاضر نشد بدون تعهد آمریکا از او حمایت کند. علاوه بر این، چون دستور بازداشت وی صادر شده بود، ناگزیر بود اغلب به صورت مخفی و پنهانی فعالیت کند. احتمال دوم این بود که کاشانی یا چهره مردمی دیگری با اقدام به سلب حمایت مردم از مصدق و جلب آن به سوی خود به قدرت دست یابند. همانطور که در طول تابستان 1953 1332 از محبوبیت مصدق به نحو قابل توجهی کاسته شده بود و دلیل این امر جدایی کاشانی و چند تن دیگر از سران جبهه ملی از مصدق بود. در اواخر سال 1952 کاشانی نیز کاندیدای مشروعی برای نخست وزیری محسوب میشد، ولی به خاطر جدایی از مصدق و پیوستن به زاهدی ستاره اقبالش فروکش کرد و بخش عمده محبوبیت خود را از دست داد و این امر در ماجرای شکست وی در انتخابات ریاست مجلس در ژوئیه 1953 تیر ماه 1332 و انزوای سیاسی او در سالهای بعد از کودتا به اثبات رسید. چه بسا بقایی هم در یک برهه از زمان می توانست در مقام رقابت با مصدق برآید، ولی او نیز به علت حملاتش به مصدق و نقشی که گفته شد در قتل سرتیپ افشار طوس داشت، وجهه خود را از دست داد. دیگر چهره‌های مخالف مصدق از چنان حمایت مردمی برخوردار نبودند که بتوانند مصدق را از رهبری جبهه ملی کنار بزنند. احتمال سومی نیز وجود داشت و آن حزب توده بود که بتواند از طریق کودتا و یا رخنه و نفوذ تدریجی و خرابکاری در مملکت حکومت مصدق را براندازد. ولی حزب توده در مقایسه با بحبوحه اقتدارش در سال 1946 1325 هنوز بسیار ضعیف بود. سفارت آمریکا طی بیانیه‌هایی که در آن ایام منتشر می‌کرد تعمداً در مورد قدرت حزب توده و میزان همکاری آن با مصدق اغراق‌گویی می‌کرد. از آنجایی که مقامات آمریکایی منبع اصلی پخش اطلاعات نادرست درباره قدرت حزب توده بودند، به طور قطع در انتشار این گونه اخبار در زمینه به قدرت رسیدن حزب توده در ایران در آن دوران بسیار گزافگویی کردند. زیرا حزب توده در همان اواخر آوریل 1953
اندیشه توسل به کودتا را رد کرده بود و سیا نیز احتمال تسخیر قدرت از سوی حزب توده را لااقل تا پایان سال 1953 امری نامحتمل تلقی می‌کرد. هرچند احتمال دستیابی به قدرت از سوی این حزب با توسل به تاکتیک‌های جبهه خلق در آینده منتفی نشده بود. حزب توده در دولت مصدق نماینده این نداشت و غیر قانونی بود. به همین علت مجبور بود به صورت مخفی فعالیت کند. اکثریت مردم ایران نسبت به حزب توده بسیار بدبین بودند. مصدق حتی در روزهای آخر حکومتش یعنی 18 اوت 1952 28 مرداد 1332 اقدامات قاطعی علیه توده‌ای‌ها به عمل آورد و همان گونه که در برابر تهدیدهای مستقیم قوام و کاشانی قاطعانه عمل کرد، در برابر تشبسات مشابه حزب توده نیز واکنش نشان داد. افزون بر این میتوان گفت که آمریکا و بریتانیا آماده بودند که در صورت لزوم برای پیشگیری در مقابله با هر گونه اقدام جدی حزب توده در جهت تسخیر قدرت به نیروی نظامی متوسل شوند. اجرای کودتا نه تنها بدون کمک آمریکا امکان نداشت، بلکه موقعیت دکتر مصدق آنچنان که بسیاری تصور می‌کردند متزلزل نبود. به رغم نظریه یکی از تحلیلگران آمریکایی که اوضاع اقتصادی ایران را در اواخر 1951 یأس‌آمیز توصیف کرده بود، سیاست‌های مالی دولت ایران که در تابستان 1952 آغاز شده بود، به تدریج نتایج امیدبخشی را نوید می‌داد. از آغاز سال 1953 اواخر خرداد 1331 کوشش‌هایی برای فروش نفت به کشورهایی مانند ژاپن و ایتالیا به عمل آمد. وابسته اقتصادی آمریکا در تهران در می 1953 اوضاع تجاری ایران را فعال توصیف کرد. صادرات کشاورزی غیر نفتی نیز در حال رونق گرفتن گزارش شد. علاوه بر این، مصدق در آن ایام هنوز از سوی سازمان‌هایی چون حزب ایران و نیروی سوم خلیل ملکی و نیز از جانب طبقات متوسط و پایین شهری و ارتش به نحو قابل ملاحظه این حمایت می‌شد. نتیجه: این پژوهش بر اساس یک سلسله اسناد سیاسی که اخیراً منتشر شده و نیز مصاحبه با بسیاری از دستاندرکاران عمده ماجرای کودتا تهیه گردیده. در مقایسه با دیگر مطالبی که در باب کودتای 1953 1332 هجری شمسی نوشته شده، کاملترین روایتی است که تاکنون منتشر شده است. مطالب عمده‌ای که تاکنون در دیگر نوشته‌ها ارائه نشده بود و در بحث آمده است عبارتند از: 1. تلاش‌های بریتانیا برای براندازی دولت مصدق در مراحل پیش از کودتا. 2. تلاش‌های پیوسته بریتانیا برای تضعیف موقعیت دکتر مصدق از طریق عملیات محرمانه رشیدیان‌ها. 3. تلاش‌های مشابه ایالات متحده آمریکا در تضعیف موقعیت دکتر مصدق از طریق سازمان بدامن. 4. فعالیت‌های زاهدی در طول 1 سال پیش از کودتا. 5. تفصیل برخی از رویدادهای درخور اهمیت مربوط به کودتا از قبیل نحوه شکلگیری طرح اولیه کودتا، تصمیم گیری مربوط به ترک کشور در صورت نافرجام ماندن عملیات کودتا، نقش ایالات متحده در سازماندهی تظاهرات بدلی حزب توده، نقش آرامش، احمد و نیز ظاهراً کاشانی در سازماندهی جماعات که روز 19 اوت 28 مرداد به خانه دکتر مصدق حمله کردند. توضیح این جزئیات برخی از اشتباهات و لغزش‌هایی که در روایت روزولت چه در کتاب ضد کودتا و چه در مصاحبه‌ها مشاهده می‌شود تصحیح می‌کند و در عین حال اشارات تلویحی روزولت مبنی بر نقش تعیین کننده ایالات متحده در کودتا را تایید و تقویت می‌نماید. گفته می‌شود که محمد رضا پهلوی شاه ایران پس از پیروزی کودتا به روزولت گفته است: من تاج و تخت خود را به خدا، مردم کشورم، ارتشم و شخص شما مدیون هستم. گرچه هر یک از این نیروها احتمالاً نقشی در ماجرا داشتند، ولی بیان دقیق و صحیح‌تر آن این بود که شاه در برشمردن عوامل دخیل در ابقاء تاج و تختش مراتب اولویت را در جهت عکس ذکر می‌کند. کودتای 1953 نقطه پایانی بود بر سیر تدریجی ایران به سوی حکومت مردمی‌تر و رهایی ایران از قید مداخلات اجانب که از سالهای نخست 1900 آغاز شده بود.
حرکت مصدق بیانگر هر دوی این خواسته ها بود و با کودتای 28 مرداد وی شهید این آمال گردید. طی سالهای پس از کودتا به تدریج و با کمک‌های گسترده ایالات متحده رژیمی مستبد بر ایران استیلا یافت. حکومت نظامی برقرار شد و سالها ادامه پیدا کرد. هزاران تن از هواداران جبهه ملی و حزب توده دستگیر شدند. تظاهراتی که به هواداری از مصدق در دانشگاه تهران و بازار برگزار گردید در هم شکسته شد. نهضت مقاومت ملی که برای ادامه دادن به راه جبهه ملی ایجاد شده بود سرکوب گردید. ایل قشقایی مورد تهاجم قرار گرفت و سران آن تبعید شدند. مطبوعات زیر سانسور دولت قرار گرفت. اندکی بعد یک سازمان پلیس مخفی با عنوان ساواک ایجاد شد که منفور عام بود. در انتخابات فوریه 1954 اسفند 1332 مجلس قانونگذاری به نحوی آشکار اعمال نفوذ و تقلب شد و در تمام دوران بعد از کودتا به استثنای یک دوره کوتاه در اوایل دهه 1960 ابزار دیکتاتوری در ید قدرت حکومت بود. سرانجام انقلاب سال 1978 ظهور کرد. از آن پس دیگر امیدی به استقرار یک آلترناتیو دموکراتیک به جای شاه وجود نداشت. کودتای 1953 را میتوان نقطه عطف تعیین کننده‌ای در تاریخ ایران دانست. اگر این کودتا روی نداده بود، بدون تردید ایران آینده بسیار متفاوتی داشت. علاوه بر این، نقش ایالات متحده در کودتا و نقشی که در مراحل بعد برای تحکیم دیکتاتوری شاه ایفا کرد، در روابط آینده ایران و ایالات متحده تأثیری عمیق بر جای گذاشت. حملات تروریستی که از سالهای 1970 به بعد علیه افراد و مؤسسات آمریکایی در ایران صورت گرفت و نیز ماهیت ضد آمریکایی انقلاب 1978 79 و بسیاری از حوادث ضد آمریکایی دیگر بعد از انقلاب، از جمله بحران گروگانگیری سفارت، همگی از پیامدهای ناشی از همدستی ایالات متحده در عملیات علیه ایران بود. هواداران کودتا ادعا می‌کنند که این اقدام موجب گردید که ایران تحت یک نظام طرفدار آمریکا از یک ثبات 25 ساله برخوردار شود، اما نتایج دردناک انقلاب ایران بر منافع آمریکا همچنان خودنمایی می‌کند و این سوال را پیش می‌آورد که آیا کودتای 28 مرداد ارزش عواقب دراز مدت آن را داشت؟ مارک جیم گازجورسکی، بخش علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، اوت 1987. کودتای 28 مرداد 1332. نوشته مارک جیم گازجورسکی. راوی نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. avayabooth.com. یادداشت‌ها. بدین وسیله امتنان خود را از پیتر آوری، ادوارد آزر، کارل ون بارگون، ریچارد کاتم، فرد هالیدی، هما کاتوزیان، نیکی کدی، هدایت متین دفتری، ناصر پاکدامن، بیل رویس، خسرو شاکری و افراد دیگری که از آنها نام نمیبرم به مناسبت کمک‌های گرانبها و نظریاتی که پیرامون طرح اولیه این مطلب بیان داشتند ابراز می‌دارم. 1. از کرمیت روزولت فرمانده عملیات کودتا خواسته شد عملیات مشابهی را علیه آربنز در گواتمالا و ناصر در مصر رهبری کند. نگاه کنید به روزنامه The Los Angeles Times مورخ 29 مارس 1979 صفحات 5 تا 8. لااقل یکی دیگر از دستاندرکاران کودتا با شرکت در عملیات مشابهی در سوریه، نپال و ویتنام در سالهای بعد معروفیت خاصی کسب کرد. رجوع کنید به The Wall Street Journal اکتبر 19 1979 page 1. صاحب نظری چون ریچارد هولمز سرپرست سیا از سالهای 1965 تا 1973 کودتای 28 مرداد را برای من
به عنوان نمونه حائز اهمیتی از عملیات سیا توصیف کرد. مصاحبه تلفنی واشنگتن دی سی 26 ژوئیه 1984. 2. نگاه کنید به کرمیت روزولت، کانتر کوپ، نیویورک، MC گرو هیل 1979. برای مطالعه بحث جالبی پیرامون لغزش‌های این روایت نگاه کنید به نقد ریچارد کاتم در Iranian Studies 14 3-4 Summer to Autumn 1981 pages 269 up to 272 and Thomas Powers in The Nation April 12 1980 437 to 440. اولین شرح علنی کودتا توسط سیا در جریان انتخابات 1954 به خارج فاش شد و در مطبوعات آمریکا انتشار یافت. مدرک آن در صفحه 46 ذکر شده است. 3. مجموعه اسناد دیپلماتیک مهمی که در آرشیو ملی ایالات متحده در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از آن رشته اسنادی که در آرشیو ملی ایالات متحده US National Archives و اداره اسناد سیاسی انگلستان British Public Records Office انتشار یافته است. مؤلف با افراد زیر نیز مصاحبه کرده است. کلیه کارمندان سیا که مستقیما در عملیات کودتا دست داشتند و هنوز زنده اند، به استثنای 1 نفر که حاضر نشد صحبت کند. 5 تن از کارکنان سیا که در جریان کودتا در مرکز سیا در واشنگتن کار کردند، 2 تن از 3 مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که در آن زمان در ایران بودند، نفر سوم لویی هندرسون که سفیر بود فوت کرده است. 2 تن دیگر از کارکنان وزارت خارجه و وابسته نیروی دریایی آمریکا در سفارت که در آن زمان در تهران بودند. 2 تن از مشاورین وزارت خارجه که در فاصله سالهای 1951 تا 53 مسئول امور خاورمیانه بودند. 2 تن از دستاندرکاران عمده انگلیسی در ماجرای کودتا و عده‌ای از ایرانیان مطلع. این مصاحبه ها در فاصله تابستان 1983 تا تابستان 1985 1362 تا 64 توسط مؤلف صورت گرفته است. به خاطر ماهیت حساس موضوع مورد بحث، نام بسیاری از منابع عمده و دستاندرکاران فاش شدنی نیست. برای دقت هرچه بیشتر جزئیات، روایات ارائه شده در مصاحبه ها به استثنای مواردی که یادآوری گردیده با دیگر اسناد و منابع موجود تطبیق داده شده است. 4. برای آگاهی از تحولات سیاسی ایران در این زمان نگاه کنید به مدرکی که در صفحه 47 آورده شده است. 5. برای آگاهی از ترکیب جبهه ملی می توانید به منبع ذکر شده در صفحه 47 نگاه کنید. برای آگاهی جامع پیرامون سیاست انگلیسی ها در قبال ایران در این زمان نیز به همین صفحه رجوع کنید. 10. رجوع کنید به اسناد سیاسی انگلستان که در صفحه 47 ذکر شده‌اند. 11. اسناد موجود در باب شبکه انگلیسی ها کامل نیست ولی نشانه هایی از عمق و وسعت این شبکه را در بر دارد. نگاه کنید به پایان صفحه 47. این گزارش کاردار سفارت بریتانیا و مقام ارشد سازمان MI6 در تهران در مورد نظریات شخصی شاه، آنگونه که به ارنست پرون محرم راز وی اظهار شده است می باشد. صورت اسامی چهره‌های طرفدار انگلیس توسط یکی از عوامل بریتانیا در جنبش کارگری ایران کسب شده است. برای آگاهی از ترکیب شبکه این عامل نگاه کنید به منبع صفحه 48. در روایت وودهاوس در این وقایع از رشیدیانها تحت عنوان برادران یاد شده است. 12. پیشینه مربوط به مذاکرات در اجلاس ادارات داخلی 20 مارچ 1951 اسناد دولتی انگلیس. 13. پیشینه مربوط به مذاکرات با میس لمپتون 15 ژوئن 1951 اسناد سیاسی دولت انگلیس. 14. شرکت آمریکا در مذاکرات نفت ایران 2 جولای 1951 اسناد دولتی انگلیس.
15. گزارش مذاکرات با شاه در 30 ژوئن، اسناد دولتی انگلیس. 16. لزوم محرمانه ماندن گفتگوها اول سپتامبر 1951، اسناد دولتی انگلستان. 17. روزنامه نیویورک تایمز 27 آگوست 1951، صفحات 2 تا 12 و 3 سپتامبر 1951 و اسناد دولتی انگلستان. 18. ارزیابی افکار عمومی 4 سپتامبر 1951، اسناد دولتی انگلیس. گزارش شفرد مورد بحث و انتقاد شدید استوکس قرار گرفت. استوکس معتقد بود که کلنجار رفتن با پیرمردهای بی‌اعتبار 3 نقطه ما را به جایی نخواهد رساند. نگاه کنید به یادداشت‌های لورد پرایوی سیل 22 سپتامبر 1951. اسناد دولتی انگلیس. در واقع شاه در همان ایام گفته بود قوام را به سید ضیا ترجیح می‌دهد. در 7 سپتامبر نیز گفته بود که مصدق را نمی‌توان در این موقع کنار گذاشت. نگاه کنید به بحث با شاه پیرامون انتخاب جانشین مصدق 31 آگوست 1951. اسناد دولتی انگلیس و پیشینه مذاکرات با شاه در 17 سپتامبر 18 سپتامبر 1951. اسناد دولتی انگلیس. شگفت نبود که اندکی بعد شفرد برکنار شد و پست دیگری به او محول گشت. 19. متن نظریه وزارت خارجه 21 سپتامبر 1951، اسناد دولتی انگلستان. 20. متن پاسخ پرزیدنت ترومن 26 سپتامبر 1951، اسناد دولتی انگلیس. ماجرای جلب همکاری فرمانده ایرانی مورد بحث و طرح اشغال آبادان را یکی از مقامات بازنشسته که در این عملیات مداخله داشت طی مصاحبه‌ای در ژانویه 1985 برای من نقل کرد. فرمانده نیروی دریایی ایران در آبادان در آن موقع دریادار دفتری بود. نقل شده از جنبش ملی شدن صنعت نفت و غیره، صفحه 346. کرمیت روزولت معاونت عملیات سیا در خاورمیانه در آن زمان از این فعالیت‌ها اطلاع داشت و نقش حساسی را که ترومن در این ماجرا ایفا کرد تایید نمود. مصاحبه شخصی، واشنگتن، 5 ژوئن 1985. روزولت از توطئه چینی انگلیسی‌ها با قوام و زاهدی به نحوی که شرح داده شد آگاه بود، ولی در آن زمان پیرامون آن با انگلیسی‌ها گفتگو نکرد. ایالات متحده با طرح بریتانیا مبنی بر توسل به زور و نیروی نظامی در ایران در ماه می 1951 به شدت مخالفت کرد. 21. پیشنهادات قوام السلطنه 7 ژانویه 1952، اسناد دولتی انگلستان. 24. شواهد بسیاری حکایت می‌کند که انگلیسی‌ها هنوز آمادگی آن را نداشتند که قوام مقام نخست وزیری را کسب کند. 25. گزارش سالانه درباره ارتش ایران در سال 1952، 12 سپتامبر 1952، اسناد دولتی انگلستان. 27. گزارش هندرسون به آچسون 7 و 21 جولای و 17 اکتبر 1952. 28. در این زمان کاشانی با حزب توده در خفا وارد زدوبند شده است. گزارش شده که در یک ملاقات 90 دقیقه‌ای در اواخر سپتامبر رهبران حزب توده موافقت کردند که در برابر اخراج مستشاران نظامی ایالات متحده و برچیدن کنسولگری آمریکا و محدود نمودن رفت و آمد اتباع ایالات متحده در نواحی شمالی ایران از نخست وزیری او پشتیبانی کنند. همچنین گزارش شده است که کاشانی از حزب توده پول دریافت کرده است. نگاه کنید به Internal Situation. خبرنگار تایم از قول کاشانی گزارش کرده است: از آنجایی که حزب توده علیه امپریالیسم مبارزه می کند با ما هستند. رجوع کنید به مصاحبه گزارشگر تایم در مصاحبه با آیت الله کاشانی 18 اکتبر 1952، 26 مهر 1351. سیا که تصور می‌کرد کاشانی سعی دارد با کمک حزب توده به قدرت برسد، در مورد امکان تداوم حکومت مصدق ارزیابی ویژه‌ای به عمل آورد. نگاه کنید به Prospects for Survival of Mossadegh Regime in Iran.
سید ضیا در 12 اکتبر به یکی از مقامات سفارت بریتانیا اظهار داشت که قصد کاشانی از حمایت زاهدی آن است که نهایتاً وی را برکنار ساخته و خود قدرت را در دست گیرد. نگاه کنید به Internal Situation. 29. همان سند امور عشایری و سیاست عشایر، نگاه کنید به اسناد دولتی انگلستان. در تلگرام اخیر نامی از زاهدی نیامده است، ولی مشخصاً اشاره به اوست. موضوع ارسال اسلحه و مهمات به بختیاری‌ها در مصاحبه‌ای ژانویه 1985 با یکی از منابع محرمانه مطرح شد و در توطئه چینی میان بختیاری‌ها تایید گردیده است. نگاه کنید به Record Group 84 Box 28. انگلیسی‌ها از سالهای نخست 1900 روابط نزدیکی با بسیاری از سران ایل بختیاری برقرار کرده بودند و به برخی از آنها برای حفاظت از حوزه‌های نفتی منطقه بختیاری مقرری پرداخت می‌کردند. ولی ابوالقاسم بختیاری هوادار انگلیس نبود. انگلیسی‌ها و هواداران بختیاری آنها او را به خاطر تحریک عشایر علیه دیگر خوانین فردی آشوب طلب می‌دانستند. نگاه کنید به Tribal Affairs and Tribal Policy. چنین به نظر می‌آید که زاهدی در ایامی که این بازداشت‌ها صورت می‌گرفت آمادگی مقابله با مصدق را نداشت. یکی از نشانه‌های این عدم آمادگی آن است که یکی از مأمورین MI6 که عهدهدار تماس با رشیدیان‌ها در آن زمان بود برای استفاده از مرخصی در لندن به سر می‌برد. نگاه کنید به مصاحبه اختصاصی با یکی از همکاران مأمور یاد شده در ژانویه 1985. 31. بسیاری از مطالبی که در این بخش و بخش‌های بعدی آمده است طی مصاحبه با دستاندرکاران این وقایع کسب شده و حداقل با یک منبع دیگر نیز تطبیق و تایید شده است. از آنجایی که این گفتگوها بر مبنای اعتماد متقابل و محرمانه صورت گرفته، نام آنها در اینجا ذکر نمی شود. برای تعیین صحت و صقم این روایت ترجیح دادیم به جای افشای نام کسانی که محرمانه در این ماجرا مشارکت داشتند بیانگر نقش مشخصه آنها باشیم. 36. نگاه کنید به مبحث ذیل پیرامون برنامه بدامن در مورد عملیات محرمانی CIA درریاست ریاست جمهوری ترومن. طی گفتگوهایی که با 2 تن معاونان وزارت خارجه مسئول امور خاورمیانه در حکومت ترومن به نامهای ویلیام رانتری و هنری بایرود داشتم، آنها موضوع مخالفت حکومت ترومن را با توسل به عملیات محرمانه علیه مصدق تایید کردند. 37. معمولاً این گونه گفتگوها به کرات میان سفارت و مقامات اطلاعاتی مستقر در تهران صورت می گرفت. گفتگو در سطوح بالاتر نخست در می 1952 اردیبهشت 1331 در همان ایامی که انگلیسی‌ها برای بر سر کار آوردن قوام توطئه می‌کردند در واشنگتن صورت گرفت. یکی از کارشناسان امور ایران صورت اسامی 18 تن از کاندیداهای احتمالی از جمله قوام و زاهدی را با مقامات وزارت خارجه آمریکا مطرح ساخت. نگاه کنید به صفحه 53. در 29 ژوئیه 7 مرداد اندکی پس از ماجرای 30 تیر سقوط قوام نیز گفتگوهای مشابهی صورت گرفت. در خلال این گفتگوها لااقل یکی از مقامات آمریکایی بسیار مایل بود که امکانات یک کودتا مورد بررسی قرار گیرد. نگاه کنید به صفحه 53. طی گفتگوهایی که با بایرود داشتم این مطالب تایید گردید. چنین استنباط می شود که مذاکرات ایالات متحده با انگلیسی‌ها پیرامون این مسائل بیشتر به خاطر حفظ نوعی ارتباط و تماس صورت می گرفت تا اعمال نفوذ روی سیاست بریتانیا. 42. توصیف کلی عملیات سیا در ایران و برنامه بدامن که در زیر خواهد آمد بر اساس گفتگوهای تنظیم شده است که مؤلف با 7 تن از کارکنان سابق سیا که در آن مرحله از عملیات در ایران فعالیت داشتند انجام داده است. برای آگاهی از بررسی‌های مقدماتی پیرامون شبکه‌های پایداری در منطقه قشقایی رجوع کنید به مدرک آورده شده در صفحه 54. سیا در این دوره در ایران به فعالیت‌های روزمره گردآوری اطلاعات نیز مشغول بود.
این عملیات مستلزم برقراری تماس در سطح گسترده‌ای با چهره‌های سیاسی ایران و برانگیختن مطبوعات ایران و تماس و ملاقات با مأموران اطلاعاتی کشورهای متحد بود. 43. یکی از برنامه‌هایی که به نحو موفقیت‌آمیزی زیر نظر بدامن پیاده شد، نگارش اتوبیوگرافی مجعول ابوالقاسم لاهوتی، شاعر کمونیست ایرانی تبار بود که در شوروی زندگی می‌کرد. هرچند لاهوتی جعلی بودن این کتاب را از طریق رادیو مسکو اعلام داشت، معهازا هنوز بسیاری از ایرانیان آن را واقعی تلقی می‌کنند. در مصاحبه‌ای که در ماه اوت 1984 با یکی از دستاندرکاران این برنامه داشتم، مبلغ $1,000,000 هزینه این برنامه را عنوان کرد. 44. یکی از این عملیات سازماندهی تظاهرات و حمله توده‌ای‌های بدلی هنگام عزیمت هیئت هاریمن به ایران در تابستان 1951 23 تیر 1330 بود. نگاه کنید به مدرک آورده شده در صفحه 54. در خلال آشوب‌هایی که در پی این اقدام صورت گرفت، چند تن کشته شدند و تقصیر آن به گردن حزب توده افتاد. کرمیت روزولت معتقد است که احتمالاً این عملیات بدون اطلاع مقامات مافوق سیا توسط نرن و سیلی اجرا شده است. مصاحبه با روزولت. 45. کرمیت روزولت معتقد است که احتمالاً با این شخصیت‌ها نیز تماس برقرار شد، ولی در این باب مطمئن نمی باشد. مصاحبه با روزولت. من نتوانستم در مصاحبه دیگری که با دستاندرکاران ماجرا داشتم صحت و سقم این مطلب را روشن نمایم. تمام دیگر جزئیات مطالبی که در این پاراگراف آمده است از منابعی که در پانویس شماره 42 ذکر شده اخذ گردیده و به صورت جداگانه لااقل با یک منبع دیگر نیز تطبیق داده شده است. 46. انشعاب در حزب زحمتکشان در 12 اکتبر 1952 21 مهر 1331 روی داد. مقامات سفارت بریتانیا درباره حمایت آمریکا از بقایی دکتر مظفر بقایی در این ایام آگاهی داشتند. رجوع کنید به اسناد دولتی انگلیس. در مورد انشعاب حزب پان ایرانیسم رجوع کنید به اسناد دولتی انگلستان. در سند یاد شده به یک رهبری مرموز اشاره شده که هدایت پان ایرانیست ها را به عهده دارد. یکی از چهره‌های مطلع سیا معتقد است که او همان مقام سیاست که سرپرستی برنامه بدامن را عهده‌دار بود. مصاحبه اوت 1983. شوروی‌ها نیز ظاهراً از این فعالیت‌ها آگاه بودند. در اوایل ماه اوت 1953 رادیو مسکو اعلام داشت که ایالات متحده بقایی و دار و دسته‌اش را مسلح ساخته است. همچنین نگاه کنید به مسافرت ژنرال شوارتزکوف به ایران. در حزب ایران نیز که قوی‌ترین حامی مصدق در جبهه ملی محسوب می‌شد، در اواخر سال 1952 انشعابی روی داد. نگاه کنید به مدرک صفحه 55. 47. عملیات محرمانه سیا بر اساس دستورالعمل شورای امنیت ملی NSC 10/2 بود که لزوم عملیات علیه دولت‌ها یا گروه‌های متخاصم بیگانه و نیز حمایت از دولت‌ها و یا گروه‌های دوست را تجویز می‌کرد. رجوع کنید به مدرک اول صفحه 56. به عبارت دیگر این دستورالعمل بدان معنا بود که می‌توان علیه شوروی و متحدین او به عملیات محرمانه مبادرت ورزید. رجوع کنید به مدرک صفحه 56. با اینکه فعالیت‌های ضد توده‌ای و ضد شوروی سازمان بدامن با قواعد یاد شده بالا منافات نداشت، به وضوح آشکار است که فعالیت علیه جبهه ملی برخلاف آن خط مشی بود، زیرا جبهه ملی نه کمونیست محسوب می‌شد و نه هوادار شوروی. از این رو بعید به نظر می‌آید که مدیر سیا یا معاونین اصلی وی اجازه به کار گرفتن امکانات بدامن را در زمینه فعالیت علیه جبهه ملی تحصیل کرده باشند. به گمان من محقق این تصمیم از سوی مدیر برنامه بدامن و یا سرپرست عملیات خاور نزدیک نشأت گرفت. نقل قول مربوط به دیدگاه سرپرست پایگاه سیا در تهران را یکی از مقامات بازنشسته سیا طی مصاحبه‌ای در اوت 1983 برای من شرح داد.
مقام مزبور مدعی است که متن آن را از تلگرامی که در آن زمان مخابره شده بود به خاطر دارد. مجلس در مورد تمدید اختیارات فوق‌العاده مصدق رأی داد. مشاجره دکتر مصدق با شاه 23 فوریه 1953 اسناد دولتی انگلستان. در آن موقع سفارت بریتانیا برچیده شده بود. مطالبی که درباره وقایع این دوره در پرونده‌های دولتی بریتانیا موجود است، عمدتاً از طریق منابع آمریکایی و کشورهای مشترک المنافع کسب گردیده است. 52. نقش سازمان MI6 در روزنامه ایران تایمز مورخ 31 می 1985 نقل شده است. همچنین در مورد قتل افشار طوس رئیس شهربانی ایران نگاه کنید به اسناد دولتی انگلستان. 55. مصاحبه با روزولت، پیرامون شرح ملاقات ماه فوریه برای آگاهی از نظریات ایالات متحده درباره زاهدی نگاه کنید به مدرک صفحه 57. 56. شرح این وقایع و طرح کلی برنامه اولیه و اصلی کودتا که در بخش ذیل مطرح می شود طی مصاحبه‌ای در ماه اوت 1984 از سوی کارشناسان آمریکایی در امور ایران برای نگارنده روایت شده است. 57. شرح کامل وقایع این ایام در روزنامه نیویورک تایمز توضیح داده شده است. همچنین برای آگاهی از چگونگی انحلال مجلس از طرف دکتر مصدق نگاه کنید به مدرک صفحه 57. 58. این نقل قول‌ها از متن مصاحبه‌های خصوصی و محرمانه‌ای که در ژوئیه و اوت 1984 صورت گرفت اخذ شده است. یکی از عملیاتی که در آن ایام زیر نظارت بدامن انجام گرفت این بود همه جا تبلیغ شود که مصدق یهودی زاده است. 59. اندکی بعد مصدق تشنج در مجلس را ساخته و پرداخته عمال خارجی توصیف کرد. نگاه کنید به مدرک صفحه 57. در این مرحله ناگهان 6 روزنامه ضد مصدقی در تهران انتشار یافت. مقامات سفارت آمریکا که از فعالیت‌های سیا اطلاع نداشتند نسبت به منابع مالی این جراید ضنین شده بودند. نگاه کنید به مدرک صفحه 58. 61. شرح این ماجرا به نقل از مصاحبه محرمانه و شخصی است که در مارس 1984 با یک سرهنگ انجام شد. برای اطلاع از این ماجرا نگاه کنید به روایت اشرف در کتاب Faces in a Mirror. 63. جزئیات مربوط به کودتا که در بخش‌های زیر می‌آید بر اساس مصاحبه‌های من با دستاندرکاران عمده ماجرا و مقالات نیویورک تایمز در آن دوره تهیه و تنظیم شده است. بسیاری معتقدند که متن فرمان مزبور روی قطعه کاغذی نوشته شده که قبلاً شاه آن را امضا کرده بود. از قرار معلوم حزب توده در شبکه افسرانی که در بخش طرح آجاکس سازمان یافته بودند رخنه کرده بود. جزئیات طرح کودتا توسط خبرگزاری تاس در 15 ژوئیه 24 تیر ماه 1332 گزارش شد. جراید حزب توده نیز از 13 اوت 22 مرداد بدان اشاره کرده بودند. رجوع کنید به مدرک صفحه 58. شاه در بغداد از سفیر آمریکا پرسیده بود که آیا علنا مخالفت خود را با مصدق ابراز دارد یا خیر. مقصد نهایی شاه ظاهراً لندن بود. نگاه کنید به روزنامه نیویورک تایمز 19 اوت 1953 صفحات 1-4. 64. یکی از دستاندرکاران این ماجرا میگوید که نرند و سیلی میخواستند در این مرحله به درگیری بیشتر خود در طرح آجاکس پایان دهند، ولی روزولت ضمن تهدید آنها به مرگ آنها را وادار به ادامه همکاری ساخت. مصاحبه اوت 1983 برای اطلاع از نقش این خبرنگار رجوع کنید به مدرک صفحه 59. 65. رجوع کنید به مدرک صفحه 59. اردشیر زاهدی در 5 روز سرنوشت ساز صفحات 41 تا 62 از برنامه پیچیده‌ای سخن میگوید که قرار بود پس از بازداشت نصیری برای ایجاد یک دولت مستقل موسوم به ایران آزاد در حوالی کرمانشاه طرح و اجرا شود.
بر اساس این طرح قرار بود واحدهای نیروی زمینی و هوایی محل برای دستیابی به سایر نقاط کشور پایگاهی ایجاد کنند. تأسیسات مهم نفتی کشور و راه آهن تهران طی عملیات انحرافی که هدف آن سردرگم کردن دولت بود منفجر شوند. با اینکه چند تن از دستاندرکاران ایرانی و آمریکایی ماجرا طرح‌های مختلفی را در این زمینه مورد بحث و گفتگو قرار داده بودند، هیچ یک از این منابع سیا که با آنها مصاحبه شد چنین طرحی را به یاد نمی‌آورند. 66. اقدام سیا در سازماندهی این توده‌ای‌های بدلی که نقش قاطعی در کودتا ایفا کرده اند و در دیگر روایات منتشر شده درباره آنها بحث به عمل نیامده است. لااقل از سوی 5 تن از دستاندرکاران سیا در این ماجرا طی مصاحبه‌هایی که انجام گرفت تایید شده است. یکی از مقامات بازنشسته سیا به من گفت که بعدها پایگاه سیا در تهران از طریق جاسوس‌های توده‌ای خود مطلع شد که حزب توده پس از آگاهی از این موضوع که گروه تظاهر کنندگان اولیه بدلی بودند تصمیم به فراخواندن اعضای خود از خیابان‌ها گرفت. مصاحبه اوت 1983. چند تن دیگر از منابع نگارنده اظهار داشتند که نرن و سیلی برای بسیج بخشی از جمعیت مزبور توده‌ای‌های بدلی محتملاً از طریق ارتباط با سران پان ایرانیست ها استفاده کردند. این مطلب با برداشت یکی از کارکنان سفارت آمریکا که گفته بود این گروه ترکیب غریبی بود از اعضای حزب توده و پان ایرانیست ها مطابقت دارد. رجوع کنید به مدرک صفحه 60. بعدها رهبران حزب توده نقش حزب را در این وقایع مورد ارزیابی مجدد قرار داده و به این نتیجه رسیدند که میبایست بیش از این از مصدق پشتیبانی میکردند. نگاه کنید به مدرک صفحه 60. 67. گزارشی در مورد طرح سازماندهی تظاهرات روز جمعه که چند هفته بعد در نشریه تایمز هندوستان The Times of India انتشار یافت. نگاه کنید به مدرک صفحه 60. یکی از دستاندرکاران سیا طی مصاحبه‌ای در ماه اوت 1983 به نگارنده گفت که هواداران مصدق تا روز چهارشنبه به حدود مخفیگاه زاهدی پی برده بودند و آماده دستگیری وی شدند. هیچ یک از مقامات سیا که پول منظور را به آرامش دادند نتوانستند این نکته را اثبات کنند که مبلغ مزبور به کاشانی رسیده است یا خیر، ولی هر دو باور دارند که پول رسیده است. مصاحبه های اوت 1983 و مارس 1984. چند روز پس از کودتا انگلیسی ها بر اساس گزارشی که از سفیر عراق در تهران دریافت داشتند مطلع گردیدند که شاه به اتفاق زاهدی از کاشانی دیدار کرده و دست او را بوسیده و از وی به خاطر مساعدتش در ابقاء سلطنت تشکر کرده است. رجوع کنید به اسناد دولتی انگلستان. یکی از کارکنان سیا به من گفت که پسر کاشانی پس از کودتا چند بار با او ملاقات کرده و نقش پدرش را یادآور شده است. مصاحبه جولای 1984. یکی دیگر از ناظران کودتا چندی بعد از وفور پول آمریکایی دلار در بازار سخن به میان آورده است و گفته است نرخ برابری ریال و دلار در بازار سیاه از هر دلار 100 ریال به 50 ریال سقوط کرد. رجوع کنید به مدرک صفحه 61. من با همه کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در کودتا مداخله داشتند صحبت کردم. بر این باورند که بسیج دستجات روز 19 اوت 28 مرداد تنها از طریق ارتباط آرامش کاشانی انجام نشده است. بسیاری از این منابع تایید می‌کند که دیگر اشخاصی که در اینجا از آنان نام برده شد بی آنکه بتوان نتیجه عملکرد آنها را مشخص نمود در این ماجرا دست داشتند. 71. مصاحبه با بایرود، مصاحبه با گوردون میتسون و نیز مصاحبه با روی ملبورن. بنابر اظهارات منابع فوق، بایرود و هندرسون با بیمیلی با طرح کودتا همراه شدند. نگاه کنید به پایان صفحه 61. طی مصاحبه‌ای که در تاریخ ژوئیه 1984 با یکی از مقامات سیا که در آن زمان در تهران بود به عمل آوردم، استراتژی جبهه خلق حزب توده را برای من شرح داد. چنین به نظر می رسد که طرفداران جدی کودتا برادران دالس، وایزنر و روزولت بودند. 72.
گرچه این کودتا را به طور کلی به مثابه کشمکش نهایی بین مصدق و شاه بر سر قدرت توصیف کرده اند، ولی شواهد چندانی دال بر اینکه شاه نقش فعالی در جهت سرنگونی مصدق ایفا کرده باشد به دست نیاورده‌ام. شاه با تردید و تزلزل در براندازی مصدق موافقت کرده است. اسناد دیپلماتیک آمریکا و انگلستان آکنده از اشاراتی است بر ضعف و تردیدهای شاه در این دوره. در حقیقت مقامات ایالات متحده و بریتانیا در انتخاب زاهدی نقش اساسی تری داشتند تا شاه، ولی مدتی طولانی صرف متقاعد ساختن وی به همکاری کردند. 73. این رقم مربوط است به هزینه تجهیز توده‌ای‌های بدلی و نیز پرداخت به آرامش است. علاوه بر این مبلغ نامشخصی از بودجه عملیات عادی بدمن سالیانه $1,000,000 نیز صرف هزینه ایجاد اغتشاش‌هایی که در آستانه کودتا صورت گرفت شد. این ارقام با گفته روزولت که هزینه کلی کودتا را مبلغی زیر $100,000 برآورد کرده مطابقت دارد. پس از کودتا حدود $1,000,000 که برای طرح آجاکس منظور شده بود ولی به مصرف نرسیده بود از طرف روزولت به زاهدی یا شاه داده شد تا صرف هزینه‌های دولت شود. مصاحبه با روزولت. 74. در طول تابستان 1953-1332 در بازار تهران که روزی مهمترین پایگاه سیاسی کاشانی محسوب می‌شد، به نحو چشمگیری از نفوذ کاشانی کاسته شده بود. نگاه کنید به اسناد دولتی انگلستان. 75. نقل قول از آنتونی کومو از مقامات سیاسی سفارت آمریکا در تهران که در آن زمان مسئول نظارت بر فعالیت‌های حزب توده بود. مصاحبه شخصی، روم، 5 ژانویه 1985. چند تن از کارکنان سیا که در آن ایام در تهران کار می‌کردند، نظر مشابهی ابراز داشتند. 76. در این ایام سیا تا سطوح عالی تشکیلات حزب توده رخنه کرده بود و از متن تمام دستورات رهبری حزب به کادرها اطلاع داشت. لذا می‌توان گزارشات مزبور را بسیار دقیق تلقی کرد. به زیرنویس شماره 71 نیز مراجعه کنید. پایان. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com